به کانال تلویزیونی ندای حق خوش آمدید. اگر تا کنون عضو کانال ما نشده اید لطفاً کانال ما را سابسکرایب نموده و دکمه زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین ویدیوهای جالب ما مطلع گردید. فراموش نکنید که با عضویت در کانال ندای حق و نشر و اشتراک گذاری ویدیوهای ما شما هم در مسیر دعوت با ما همکار می گردید. ندای حق، ندای توحید و حقیقت. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. اونی که مثال ما را چی بگیم، اکنون آدم سیاستمدار نیستم ولی مناسبتاتون بسم الله الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه‌ای که متعلق به شما عزیزان هست و امروز هم بعضی از موضوعاتی است که انشاءالله ما در شروع برنامه صحبت خواهیم کرد و در لابلای برنامه انشاءالله تماس‌های شما عزیزان را هم خواهیم گرفت و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هم خواهیم بود. بذارید برنامه را امروز با تماس‌ها شروع بکنیم. بیننده عزیزمون از اروپا، سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، الله متعال حفظتان کنه. بفرمایید. استاد محترم، دو تا سوال داشتم. سوال اول می بود که آیا ذبح کردن با پول قرض جایز است؟ و سوال دوم این که استاد محترم، ذبح کردن برای چی؟ برای قربانی عید منظورتان است؟ بله از قربانی. بله استاد محترم. بله، قربانی برای کسی که استطاعت داره برادر عزیز. قربانی کردن سنت است، فرض نیست، واجب نیست. کسی که استطاعت داشته باشد قربانی میکند، کسی که استطاعت نداشته باشد نمیکند. درست. استاد محترم، سوال دومی که سوره توبه آیه 46 و 47 توضیح میدادین، آیا این دو آیه مصداق کشورهای اسلامی که فعلا هیچ حرکتی از خودشان نشان نداده، آیا مصداق این آیه هستن یا خیر؟ آیه چندم و چندم؟ آیه چندم و چند؟ سوره توبه آیه 46 و آیه 47. بسیار خوب، چشم، در این موردم صحبت میکنه. سوال دیگری دارید؟ زنده باشین. تشکر استاد محترم، الله حفظتان کنه. سلامت باشید، تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی در آیه 46 و 47 سوره توبه وضعیت منافقین را بیان می کند. من سوال این برادر به یاد یکی از صحبت‌های ابو عبیده افتادم، سخنگوی رسمی حماس که همه امت با او آشنا هستند با بیان شیوای خودش، که در یک از صحبت‌هاش گفت که ما از کشورهای اسلامی امیدی نداشتیم و اینکه بیان با ما کمک بکنن و شکر خدا که نکردن.
در این دعای مبارک الله سبحانه و تعالی وضعیت منافقین را بیان می کند. منافقین، از صفات منافقین این است که یکی در نماز، یکی در جهاد همیشه کاهل هستند. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، وقتی که به سوی نماز بخیزن با یه جور خسی، انگار به زور یک کاری رو دارن انجام میدن، یعنی با شوق نیست. بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یکی از طایفه ای که الله متعال آنها را در زیر سایه عرش قرار میدهد در روزی که هیچ سایه غیر از سایه عرش الله سبحانه و تعالی نیست، جوانی است یا انسانی است که قلبش معلق به مسجد باشد، یعنی دلباخته مسجد باشد، دلبسته مسجد باشد. و دیگر این که یکی دیگر از صفات منافقین این است که در جهاد تنبل هستند، در خوردن، در عیاشی، در فسق و فجور. بعد وقت جهاد که شد 1001 بهانه برای خودشان در میارن. در این دعای مبارک های 46 اصلا سوره توبه از اول تا آخرش بیشتر بیان صفات منافقین و خیلی از ویژگی هایی که در اونها هست، حتی در سوره منافقون، در سوره بقره و در سوره انعام، در سوره انفال الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، در سراسر قرآن. چون جوامع اسلامی ببینید با منافقین زندگی میکردن و الان هم زندگی میکنن و تا روز قیامت هم این وضعیت ادامه خواهد داشت. ما تنها دوره ای که در آنجا منافقین نبودند دوران مکه بود، یعنی 13 سال دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه منافقین وجود نداشتند، یا کافر بودن یا مسلمان مردم، چون اسلام ضعیف بود. موقعی که اسلام قوت گرفت تعدادی از کفار به خاطر منافعشان، به خاطر رسیدن به چوکی، به خاطر رسیدن به یک منصب، به خاطر به دست آوردن پول، چیکار کردن؟ تظاهر به اسلام کردن که الله متعال در اوایل سوره بقره صفاتشون رو میگه که اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنین روبرو میشدن میگفتن که ما ایمان آوردیم. و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، ما با شما هستیم، ما داریم با اینا مسخره میکنیم. سرکرده منافقین مثلا در مدینه عبدالله ابن ابی ابن سلول بود و تعداد زیادی از اعراب اطراف مدینه و از بین خود اهل مدینه با عبدالله ابن ابی ابن سلول بودن. بعضیاشون که با او بودن، یعنی همیشه با او نبودن، در بعضی از مواقف با اونها هم صدایی میکردن، کسانی بودن که نمیشناختن یا که مؤمن بودن اما فریب اونها رو میخوردن، مانندی که در قضیه افک بعضی از صحابه حتی گرفتار اون بهتان شدن. بر صورت در اینجا الله سبحانه و تعالی صفات منافقین را بیان میکند که چطور در بین مسلمان ها و در صف جهاد چه ویژگی هایی دارن و چه کارهایی رو انجام میدن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جهاد دعوت میکردن مسلمان ها رو، تعداد می اومدن اجازه می گرفتن، می اومدن یا رسول الله والله ان بیوتنا لعوره، خانه ما که هست باز است، امکان داره دشمن از اون پشت سر حمله بکنه، ما میریم اونجا امنیت خانه خودمان را میگیریم. عده‌ای میگفتن که والله دست و پامون درد میکنه، بیماریم. بعضیا میگفتن که والله چشمامون درست نمیبینه، یعنی همشون بهانه می آوردن. الله سبحانه و تعالی در از آیات قبل اگر شروع بکنیم، اصلا این آیه با یک نوع توبیخ به رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که می اومدن اجازه می گرفتن، پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم به اونها اجازه میدادن. دوستان اگر این آیات را نشون بدن، الله متعال میفرماید خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: عفا الله عنک لما اذنت لهم، خدا از تو بگذره، خدا تو رو ببخشه ای محبوب ما، ای رسول الله، تو چرا به اونها چی دادی؟ اجازه دادی. حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، تا اینکه انسانهای صادق و انسانهای دروغگو رو بشناسی. لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الاخر، کسانی که ایمان به الله و روز آخرت دارن وقت جهاد بهانه طلبی نمی کنن، بهانه تراشی نمی کنن. والله با اسرائیل مرز نداریم، والله مشکلات داریم، والله زورمان نمیرسد، والله راه ها رو بستن، بهانه در میارن.
ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین، یعنی اجازه نمیگیرن از تو کسانی که ایمان به الله و روز آخرت دارن که جهاد بکنن در راه الله با اموالشان و انفسشان. در اینجا ببینید اموال رو همیشه در جهاد مقدم به انفس میداند، یعنی جهاد با مال اولاتر است و درجه که تأثیری که در جهاد دارد بالاتر است تا جهاد با نفس، چون مال نباشد جهاد با نفس ممکن نیست. برای جهاد وعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید نیرو و قوت آماده شود و پول که نباشد، مال که نباشد، نیرو و قوت از کجا آماده می شود برای جهاد؟ به همین دلیل الله سبحانه و تعالی در بسیاری از آیات مال رو بر نفس مقدم ذکر میکنه. وعلم والله علیم بالمتقین، و الله سبحانه و تعالی از حال متقیان آگاه است. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر، ولکن چه کسانی اجازه میگیرند، بهانه در میآورند؟ کسانی که ایمان به الله و روز آخرت ندارند. وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون، اینها قلبهای اینها چی شده است؟ در شک افتاده است، در تردد افتاده است، یعنی مشکوک است برایشان امر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اونها متردد هستند، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه این طرف هستند نه اون طرف، این وسط ماندن، در یک شک و شبهه قرار دارن. بعد الله سبحانه و تعالی صفات اینها رو بیان میکند که ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن کره الله انبعاثهم، اینها اگر که میخواستند که خارج شوند برای جهاد در راه الله سبحانه و تعالی آمادگی میگرفتند. امروز ببینیم در اکثر کشورهای اسلامی این همه آمادگی ها، این همه لشکرها، هواپیماها، توپها، تانک ها، اینها برای مبارزه با کفار، برای دفاع از مسلمان ها نیست. بسیاری از این ارتش‌ها، بسیاری از این قوت‌هایی که آماده شده است برای چی است؟ برای سرکوب کردن خود ملت هاست. در طول مثلا همین یک قرن گذشته شما حساب بکنید در کشورهای اسلامی کدام لشکری از این لشکرهای کشورهای اسلامی غیر از در سال 47 و 67 در مقابل اسرائیل که بعضی کشورهای عربی که جنگیدن، بقیه همه در خدمت سرکوب کردن ملت ها بوده، در خدمت سرکوب کردن مسلمان ها بوده، نه که برای خدمت به اسلام و مسلمان ها، یا حتی اسلام و مسلمان ها رو بگذاریم کنار، برای ملت های خودشان خدمت کرده باشن. شما مثلا در تاریخ معاصر افغانستان در 45 سال گذشته ببینید ارتش ها همیشه در خدمت بیگانه ها بودن. ارتش بود کودتا کرد، در خدمت اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت، نظام کمونیستی را آورد. ارتش بود کودتا کرد، به اصطلاح همین نظامیان یا به اصطلاح مجاهدین یا هر کسی که اسمشان رو گذاشته بودن افغانستان رو با آمریکا و به ناتو فروختن. بعد الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه میفرماید که الله سبحانه و تعالی هم اینها رو چون که دلهایشان بیمار است، فعلم ما فی قلوبهم، چون دلهایشان بیمار است الله هم دوست نداره که اینها در صف مؤمنین بیان قرار بگیرن. فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین، اینها رو همینطور سنگینشان کرد، چون الله متعال از دلهایشان آگاه بود. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، الله سبحانه و تعالی این بیماری رو زیاد کرد. چطور زیاد کرد؟ گفت که بشینید. بعد یک حالتی که مثلا گاهی خود بعضی رو دیدیم میگه والله دلم میخواد برم فلان جا اما پام سنگینی میکنه، یعنی پام نمیکشه به اون طرف، یک حالتی براشون پیش میاد، چون الله سبحانه و تعالی نمیخواد که اینها در صف مؤمنین و مجاهدین صادقین قرار بگیرن. ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگرم که اینها در بین مجاهدین بلند شدن، جهاد کردن و در راه الله سبحانه و تعالی در کنار مجاهدین قرار گرفتن، اینا فایده‌ای برای شما ندارن مگر اینکه در بین شما فساد ایجاد بکنن. مثلا در یکی از در غزوه احد اینا آمدن تا بین راه، تا نزدیکای احد، نخلستانایی که کسایی که مدینه رفتن نزدیک احد، بعد از این خیابان عمومی اون پشت سر ببینید نخلستان ها به نظر میرسه. این نخلستان ها از اون زمان سابق بوده. وقتی که به این نخلستان ها رسیدن 700 و چند نفر از منافقینی که در صف پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن و به سرکردگی عبدالله ابن ابی ابن سلول، اینها یک بهانه از خودشون در آوردن، گفتن
پیامبر حرف ما رو گوش نکرد، حرف جوانک ها رو گوش کرد، چون اونا پیشنهاد کرده بودن که در مدینه بمانیم، از مدینه دفاع بکنیم. جوان ها گفتن نه، میریم در به اصطلاح در احد میریم یا در بیابان میریم با اونها مقابله میکنیم. اینا همین رو بهانه قرار دادن، از همونجا برگشتن. یک فساد اینجا چیکار کردن؟ یک نوع ضربه روحی به مجاهدین زدن. شما تصور کنید 1/3 لشکر یهو برگرده، 1/3 لشکر برگرده، خب روحیه ضعیف میشه. در غزوه بنی مصطلق اینا همراه بودن. سبحان الله در اون غزوه هم جنگی صورت نمیگیره، مسلمان ها میرن در یک منطقه‌ای، در اونجا جنگی هم صورت نمیگیره، پس برمیگردن و الله سبحانه و تعالی نمیخواد که اینا حتی در جنگ شرکت بکنن و از اون درجه و فضیلت مجاهد به اصطلاح بهره مند شون. بعد در بین را که داشتن برمیگشتن، قضیه افک این را ایجاد میکنن که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت میزنن، تهمت زنا و علیاذ بالله میزنن، که تا امروز هم روافض همین تهمت رو به مادرمان عایشه صدیقه طاهره رضی الله تعالی عنها میزنن که الله سبحانه و تعالی توسط آیاتی از سوره نور پاکی و براءت ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها رو بیان میکنه. پس رفتن در غزوه بنی مصطلق، در جنگ بنی مصطلق رفتن، درش چیکار کردن؟ فساد کردن. الله متعال میفرماید که ولو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر این منافقین با شما در جهاد یک جا شوند، در بین شما غیر از فتنه انگیزی و فساد کار دیگری نمیکنن. و این فتنه انگیزی و فساد منافقین، چه کسانی که منافقین اعتقادی باشن، چه منافقین به اصطلاح عملی باشن. ما دو نوع منافق داریم. یکی منافق اعتقادی است. منافق کسی است که ایمان به الله و رسولش نداره، تظاهر میکنه که مسلمان هست، ایمان به الله و رسول داره، اما در دلش کفر رو پنهان میکنه. دیگری مسلمان است، به الله و رسول هم ایمان داره، اما اعمالش اعمال منافقین است. این رو میگن منافق عملی. مثلا انسان دروغگو یک صفات منافقین است. اما اگر یک مسلمانی دروغگو بود یا دروغ گفت، آیا از اسلام خارج میشه، کافر میشه؟ نه، از اسلام خارج نمیشه، کافر نمیشه. بس این صفت منافقین است که این شخص داره. به این میگن منافق عملی. کسی که عملا منافق باشه، یعنی با عمل منافق باشه، این انسان از دین اسلام خارج نمیشه، کافر نمیشه، اما مرتکب گناه کبیره میشه که پاداشش جهنم است. الله سبحانه و تعالی اینجا این رو بیان میکنه که اینا اگر در بین شما خارجم بشن با شما فاسد میشن. مثلا به طور مثال بگم، ما در طول مثلا حدود 25 سال دعوتی که حالا چه از زمان چاپ کتاب ها و نوارها و وصال حق و رادیو و تلویزیون و تا الان، ما در این را شاید که 10 نفر داشتیم، دوستانی که با ما بودن، در کنار ما بودن، فتنه کردن، فساد کردن، به یک شکلی خواستن که سد راه بشن، تا حدی که بعضیاشون حتی آمدن سبب بسته شدن وصال شدن، سبب بسته شدن وصال حق شدن. اما الله سبحانه و تعالی از سر تقصیراتشون بگذره. من تا امروز نه اسمی بیان کردم، من دوست دارم که این مسائل رو ذکر بکنم. اما کسانی بودن که باور به خدا بکنید عالم بودن، فهمیده بودن، دانشمند بودن، قرآن حفظ داشتن، عالم دین بودن، اما فساد میکردن. سبحان الله. یعنی 2 دعوتگر رو به جان همدیگر انداختن، دل سرد کردن، جنگ و دعوا ایجاد کردن، سبب جلوگیری از کار خیر شدن، این همچین اعمالی رو انجام میدادن و این رو ما در طول این سالها دیدیم. در وقت جهاد این مسائل خیلی حساس است. میتونه یک منافقی در اثنای جهاد میتونه که سبب شکست لشکر مسلمان ها بشه، میتونه سبب عقب نشینی بشه، میشه امکان داره که سبب کشته شدن، زخمی شدن مسلمان ها بشه. و الله سبحانه و تعالی در اینجا در این آیه مبارک این رو برای ما بیان میکند ولعوضعوا خلالكم يبتغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. و در بین شما افراد ضعیف الایمانی هستن که حرفای اونها رو چیکار میکنن؟ گوش میکنن، فریب اونها رو میخورن، مثل که در قضیه افک در غزوه بنی مصطلق رخ داد. و کسانی هستن که گوش میکنن حرفای اونها رو، فریب اونها رو میخورن، و کسانی هستن که به دنبال فتنه انگیزی در بین شما هستن.
والله علیم بالظالمین و الله سبحانه و تعالی چی است؟ از وضعیت و حالت ظالمین آگاه هست. این آیاتی بود که در مورد منافقین نازل شده بود و آیات بعدیش هم چون وقت برنامه رو موضوعات دیگری هم هست که باید مطرح کنیم، بیشتر از این به این مطلب نمی پردازیم. دوستان می توانند به ادامه این آیات هم برن بعد از آیه 46 و 47 و آیات 48 و 49 و 50 اینها همه رو در مورد منافقین بیان میکنه صفات اونها رو. اما آیا این آیات امروز در مورد کشورهای اسلامی صدق میکنه؟ بله، متاسفانه امروز ما در بین کشورهای اسلامی، چه کشورهای عربی چه کشورهای حالا به اصطلاح عجمی، در بین کشورهای اسلامی شما چند تا حاکم مسلمان متدین دلسوز به آل اسلام و مسلمان ها دارید. خیلی از اینها به نفاق، به کفر خیلی نزدیکتر هستن تا به اسلام. عملا دارن این رو نشون میدن. شما ببینید مثلا در فلسطین چه وضعیتی است امروز در بعضی کشورهای اسلامی، انگار نه انگار مشغول فسق و فجور و عیاشی خودشون هستن و هیچ براشون اهمیت نداره که در فلسطین روزانه 1000 نفر کشته بشه یا 10,000 یا 100,000 نفر کشته بشه. و این متاسفانه یکی از مشکلاتی است که در بین امت اسلامی وجود داره. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببخشید ما شماره شخصی شما کارش نمیخواستم بعد از برنامه شخصی با شما زنگ بزنم. شما به همین شماره اگر بعد از برنامه زنگ بزنید من در خدمت شما هستم برادر عزیز. من جواب دادم، جواب نمیتونم دیگه وقت. خب برادر عزیز شما فکر کنید که هزاران شخص میخواد تماس بگیره، اگر که بخوایم که به همه جواب بدیم انشالله شما پیام بفرستید، من الان شماره شما رو یادداشت میکنم. من معمولا میتونم چیز کنم. بفرمایید. شما همیشه وقت در برنامهتون از اسلام از تمام چیز گفتن، در حال خود شما در حال تفریق انداختن و دروغ گفتن و تهمت زدن هستین، چطور باز میشین ادعای اسلامیت کرد؟ مثلا یک نمونهشو بگید. نمونهش این است که واقعا است که خواستن باره شیعه ها که مثلا شما همیشه توهین کردین، دروغ گفتین، تهمت زدین. درسته ما شاید دو بار دوارش ماندیم گفتیم که در بین هر مذهب یک کسایی هست که مثلا یک چیزی می نویسه نمیشه که کلا رو دقای تمام هم زود ختم کرد. مثلا یکی از این دروغ ها رو بگید، یکی از این دروغ هایی که در مورد مذهب شیعه من گفتم شما یکیشو بگید برادر عزیز. میگم دوم درباره مثلا یک نفر که درباره چیز که جبهه مقاومت بود که شما چیز کردین، ما شما پرهان میکنیم که برادر عزیز یک لحظه درباره جبهه مقاومت میایم انشالله، وقت کافی به شما میدم که صحبت کنید. اما شما الان به من یک تهمتی زدید، الان میلیون ها بیننده دارن میبینن که من در مورد مذهب شیعه دروغ گفتم. یکی از این دروغ ها رو بگید لطفاً. شما گفتین که مثلا شیعه ها به حضرت عایشه گذاشته توهین چی میکنه؟ این خود یک دروغ. درسته گفتم که تو از کجا میدانی که تمام این شیعه ها این کار انجام میدن؟ برادر عزیز الان همه کتاب های شما، همه تفاسیر شما بلا استثناء، کلینی، کاشانی، مازندرانی، ملا باقر مجلسی، همه اینها، حره عاملی، صافی، همه اینها قائل به همین حرف هایی که من گفتم در مورد حضرت عایشه هستن. الان شما میگید که من قبول ندارم اینا رو، پس شما چطور شیعی هستید که کتاب های خودتان را قبول ندارید؟ مثلا به این میمانه که من بیام بگم که من سنی هستم اما بخاری را قبول ندارم، مسلم را قبول ندارم، ترمیزی، ابو داود، نسائی را قبول ندارم. بعد مردم به من میگن تو کدام سنی هستی؟ من اگر سنی هستم باید این کتاب ها را قبول داشته باشم. شما اگر شیعه هستید برادر عزیز یک لحظه، یک صحبت من منعقد شود به شما وقت میدم صحبت کنید. شما میگید ما این کتاب ها را قبول نداریم. بسیار خوب، شما این کتاب ها را قبول ندارید، بیارید یکی از کتاب های شیعه که گفته باشه
ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهشتی است؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از این تهمت ها مبرا هست؟ اصلا اینا رو نخواستیم. یک کتاب از کتب شیعه بیارید که گفته باشه که حضرت عایشه مؤمن و مسلمان است. درسته که تو قبل با کجا میبری اگر این تعریف نکرده اگر خوب نگفته کو بعدم دوام نزده توهینم نکرده شما اینطور میگین. آره من چی میگم؟ من میگم درسته، من نمیگم من کتابای خود قبول نکنم. مثلا اکثریت اول مولویای شما مولوی سنیان کسیکنیت تاش میگه که شیعه کافر است یا تاش میگه نه. حالا خودتان کسی چطور نشون که یک کسی که خدا پیغمبر یک نفر بیارین که گفته باشه شیعه کافر است. یک نفر بیارین که گفته باشه شیعه کافر است. بسیار جالب است، بسیار جالب است. بیار. یکی از کتابای اهل سنت رو بیارید. یکی از کتابای اهل سنت رو بیارید از هر مذهبی، از مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی، وهابی، از هر مذهب اهل سنت یک کتابی رو بیارید که گفته باشه شیعه کافر است. ما میگیم رافضه کافر است. رافضه کافر است. رافضه کسانی هستند که به الله متعال شرک می‌ورزند، به اصحاب پیامبر لعن و نفرین میکنند، حضرت عایشه رو متهم به زنا میکنند. اینها رو ما میگیم رافضه هستند، کافر هستند. ما شیعیان رو نگفتیم. شما اگر که به کتاب‌های اهل سنت هم مراجعه کرده باشید میگن روافض، نمیگن شیعیان. ما در صحیح بخاری برادر عزیز، ما در صحیح بخاری راوی شیعه داریم، یعنی احادیث اهل سنت رو بعضی از راویان شیعه هستند. میدانید بعضی از علمایی که ما قبولشان داریم، کتابهایشان را قبول داریم و میخوانیم و به محتوایش عمل میکنیم، شیعه بودن. شیعه به معنی این که پیرو علی باشد، شیعه به معنی این که از یاران علی باشد، شیعه به معنی این که علی رو بر صحابه دیگر برتر بداند. این یک چیز دیگه است. اما رافضه‌گری یک چیز دیگری است. شما وقتی یک چیز را ادعا میکنید لطفاً سند و مدرک بیارید. شما الان مثلا جلوی این همه بیننده به من میگید که تو دروغ گفتی در مورد شیعه. خب میگم یک دلیل بیار. شما یک دلیل هم آورده نمیتوانید. ما دلیل دروغ گفتن تو میگم دروغی چیز درباره شیعه باشه، چیز درباره دیگه چیز باشه. درست؟ بیارید در مورد شیعیان یک دلیل بیارید. در مورد شیعیان چی گفتم؟ شما نه وقتی که شما میایین از حکومت سابق چی میکنین، از حکومت طالبان طرفداری میکنین، ما تو فکر که تو طرفداری کرده خودت طالب است، ما تو حق خود دوام میکنیم. کدام حکومت اسلامی هست، کدام برادر عزیز ما در کجا الان شما برای هر گپی که میزنید باید دلیل بیارید. من در کجا از حکومت طالبان طرفداری کردم؟ ما وجود تو پاس کپی میکنم بر خود روان میکنم. در اون زمانی که همون نفری که یک از قربانانایی که در جبهه مقاومت سخنرانی کرده بود، سخنرانیش نشر کرده بودی، او به اون نعلت میفرستی، میگفتی که کسی که در مقابل حکومت اسلامی طالبان استفاده کنه باید اونا کسا چی شود، زده شود، ندبین برده شود. پس این طرفداری نیست؟ ببینید شما حرف من را یا متوجه نشدید یا کلیپ من را کامل نشدید. من مولوی حسام و وقتی سخنرانیش آوردم گفت که این حکومت فحشاست، حکومت غاصب است، حکومت بغی است، حکومت فلان است، جنگ کردن با این حکومت واجب است. من گفتم من از حکومت طالبا یا امارت اسلامی طرفداری نمی کنم، اما ملت ما دیگر جنگ نمیخواهد، ملت ما دیگر کشتن و بستن و زدن نمیخواهد. الان شما در آمریکا نشستید میگید که بله تو کشتن جنگ کردن با این حکومت جایز است. آیا شما خودتان آمریکا را رها میکنید میید اینجا در جبهه جنگ با طالبان میجنگید؟ والله اگه تو بجنگی یا غیر تو بجنگه، میخواین که همین ملت بیچاره ای که 45 سال در جنگ بوده، 45 سال شهید داده، زخمی داده، آواره بوده، در دریاها غرق شدن، در مرزها کشته شدن، باز دوباره این ملت به جان هم دیگه بیفته. من در صحبتم گفتم مردم افغانستان به حدی رسیده بودن که هر کافری، یهودی، گبری، ترسایی بیاید برایشان امنیت بیارد، آرامش بیارد، مردم از او طرفداری میکنن. زمان جمهوریت خوب بود، زمان جمهوریت هم امنیت نبود، زمان جمهوریت هم مردم میرفتن فرار میکردن از افغانستان.
دوست عزیز نه آفتاب با دو انگشت پنهان نکنین. در زمان جمهوریت چقدر جوانهای ما در سر مرز ترکیه کشته شدن، چقدر جوانهای ما در یونان غرق شدن در بحر، چقدر از مسئولین همین نظام سابق درصد چقدر بود؟ ببین یا من چی میگم، من اندمی 6 ماه میشه که آمدیم بکنم مزار. ببین خودت چیزای پاسپورت ها رو ببین که ریاست پاسپورت ببین در روز چقدر مردم مراجعه نه. چرا شما از واقعا شما این کار میکنین؟ مثلا خب من یک توضیح میگم، وقتی حکومت طالبان هست اسلامی است، عادلانه است، من مثلا تقریبا 3 نفوذ مردم افغانستان هستیم، گاهی حق مرا بده، من حق دارم که در اونجا خدمت کنم، من حق دارم که در اونجا مثلا به احساسی که ما لیاقت داریم، ما به ما چوکی داده شود، ما در جنگ سالاران. خب ما به این مسئله کار ندارم برادر عزیز. ما میگیم، ما بارها گفتیم، یک لحظه من بارها گفتم که در افغانستان حکومت طالبان اندیوال سالاری نکنن، به کسانی که استعداد دارن، فهمیده هستن، به اونها حق بتن، به اونها منصب بتن. یک لحظه همین رو ما بارها گفتیم. اما بیایید از یک جانب دیگر این سوال شما را جواب بدیم. 20 سال پیش، 25 سال پیش یا 24 سال پیش دقیقاً، همین شماها، همین جمهوریا آمدید قدرت را از دست طالبا گرفتید. طالبا گفتن بیایید مذاکره کنیم. 10 سال پیش گفتن بیایید مذاکره کنیم، 15 سال پیش گفتن بیایید مذاکره کنیم، 5 سال پیش گفتن بیایید مذاکره بکنیم. شرط شما چی بود برای اونا؟ سلایت بگذار زمین. یک لحظه شرط بله طالبان همیشه از شما دعوت کردن. یا دولت میگفت نه طالبان میگفتن، شما پس خبر ندارید. طالبان میگفتن بیایید مذاکره کنیم، دولت میگفت نه، ما فقط به یک شرط مذاکره میکنیم که شما بیایید برای ما تسلیم شوید، مثل که حکمتیار تسلیم شد. شما میگو بیاید به ما تسلیم شوید. الان طالبان همون حرف دولت سابق رو میزند، به شما میگه که شما بیاید به ما تسلیم شوید، بعد از اون ما به شما وظیفه میدیم. یکی از برادر شما که هستین قاری هستین، ملا هستین، ما شما به حیث که ادعای اسلامیت میگیم، ما شما به ایش جواب میدیم. اول نیست که ما کدام رهبر، کدام قماندان، کدام سرباز جمهوریت نیستیم، ما یک آدم عادی هستیم، یک شهروند افغانی هستیم. از حق خود من مال حق مال خورده، حق مال خوردگی است. من چه حق شما را خورده؟ مثلا خانه تان طالبان غصب کرده؟ ببین غصب چی هست؟ اولادای ما، دختر ما مکتب رفته نمیتونه. حق ما مثلا ما مثلا نه شما ببینید مسئله اولادا رو بگذارید کنار. الان شما گفتید حق ما را غصب کرده. آیا خانه تان گرفته؟ موترتان را گرفته؟ دکانت گرفته؟ نه افغانی هستم یعنی افغانی هستید. امیال شما گفتید حق ما را غصب کرده. آیا موترت خانه تا گرفته؟ ما جواب تر بتیم. بفهم. یعنی میگم ما دولت خود ما وظیفه اجرا کردن نمیتونن، می حق است. چون ما افغانی هستیم. کی گفته وظیفه اجرا کردن نمیتونه؟ امی الان معاون وزیر صحت آمد، یک لحظه، معاون وزیر صحت آمد، امیالی در حکومت طالبان شیعه هست یا نیست؟ هزاره هست یا نیست؟ هست. بس ما سیکو. خب چه چند تا وزارتخانه در افغانستان هست، چند تا ریاستخانه در یک دانه در یک اینی میشه. دوست عزیز شما در افغانستان شیعیان در افغانستان از 5% الی 7% هستند. یا اولا در حکومت سابق شما 19 تا وزیر داشتید در کابینه. معاون اول رئیس جمهور از شما بود. 19 تا وزیر در یک کشوری که 32 وزارتخانه داشت، شما 19 وزیر داشتید. به این معنی که بیش از نیمی از وزارتخانه های حکومت در دست شما بود. امنیت ملی در دست شما بود. نمیدانم معاونیت اول ریاست جمهوری در دست شما بود. معاونیت اول به اصطلاح عبدالله دست شما بود. وزارتخانه به معین ها از شما بود. نمیدانم رئیس ها از شما بود. شما بیش از 60% در حکومت سابق حق داشتید. در حکومت سابق امید طالبی که امروز هست، شما چند درصد دمی حکومت سابق حق داده بودید به امید طالب؟ طالب نبودم ما، طالب دشمن بود. خب طالب میگفت که بیایید بشینیم مذاکره کنیم، اما شما چون زور امریکا بود، زور ناتو بود، زور سلا بود،
میگفتید که نه شما بیاید تسلیم شوید. ببینید من گوش کن برادر عزیز، والله بالله من از طالب طرفداری نمی کنم، اما میخواهیم که ما شما منطقی صحبت بکنیم. در حکومت سابق شمایی که در افغانستان 7% هستید، بیش از 60% حکومت دست شما بود. پس حقتان 20 سال خوردین، حقتان در این 20 سال گذشته خوردید، بیشتر از او دعوا نکنید. 20 سال دیگه که گذشت بعد از او بیایید دعوا بکنید، انشالله در اون موقع میگیم که حق شما رو بدن. خوب است؟ ما چی میگیم؟ نه اینمی گفت تو عادلانه نیست. بابا 20 سال حکومت جمهوریت، شما 20 سال حکومت جمهوریت اعتراض کردید به این که چرا به ما. بله بفرمایید. ما جواب بدیم. اول دو سوال ما خیلی واضحه شما میگم. اول نیست که طالب جدا بود و پشتون متفق نمیکنه که طالب بود، مثلا دیگه پشتون بود دیگه یک مسئله. دوم اونا شما تاجیک هم حساب میکنن، تاجیک هزاره را اگر تاجیک هزاره را یک حساب کنین اون زمان میشه نفوذ از پشتونا به بالاتر. بابا چرا یک حساب بکنیم؟ ثانیاً تاجیکا وزارت دفاع دستشان بود، وزارت داخله دستشان بود، پارلمان دستشان بود. یونس قانونی مگه تاجیک نبود؟ بسم الله خان مگه تاجیک نبود؟ مارشال فهیم مگه تاجیک نبود؟ ما تاجیک نیستیم. اما خب بس اینا اگر بود حساب کنه خب بازم سنی شد، خب باز نجم شما شد. دوست عزیز اگر بخوایم رقمی حساب بکنیم، گوش کنین، شما فکر نکنید که من از وضعیت افغانستان خبر ندارم. همین ولایت بامیانی که در طول 45 سال برادران هزاره شیعه ما در اونجا حکومت کرد، حزب وحدت در اونجا حکومت کرد، همین ولایت بامیان 65 الی 70% برادرای هزاره سنی ما هستن، 35 تا 40% هزارای شیعه هستن. درست است یا نه؟ بله. خب در همین 45 سال یک والی سنی در بامیان بود؟ نه. یک رئیس امنیت سنی در بامیان بود؟ نه. چرا خیلی؟ ظلم نبود امی؟ خب اول جواب بدیم. اول میگه که رئیس جمهور سنی بود او تعیین نکرد. دوم دیگه نه رئیس جمهور بیچاره کجا؟ رئیس جمهور کجا گپش میچلید؟ خب ما چی میگیم؟ چند تا ولایت عمده داشتیم، 5 تا ولایت نامدار داشتیم. آیا یک تا از مردم هزاره والی از ولایت بود؟ آیا یک سال یک وزارت نامدار؟ والی ولایت هرات آقای حسینی مگه شیعه نبود؟ بزرگترین ولایت افغانستان از نگاه جمعیت بعد از کابل، ولایت هرات، والی شیعه بود؟ یک دوره. تشکر برادر عزیز. اگر ما بخوایم که دعوای 40 سال افغانستان، بفرمایید صحبت آخرتان. ما طرفدارم رهبران نیستم، واقعا چه از قوم خودم باشه چه از قوم دیگر، نه از کاظم اشرف غنی نه از دکتر عبدالله و واقع خلیلی. آیا امیر خودت میفهمی؟ نه خودش شاید خوب بفهمی که مردم هزاره نسل جدیدش بسیار تحصیل کرده است. نه بله وقتی واقعا اگر طالبان میخواهی که افغانستان جور شوه، آباد شوه، چرا از اون که بیسوادهای خود بودن در چوکی‌های خوب شنده، چرا کسایی که واقعا تحصیل کرده است چرا چوکی نمیتبین به یک قوم گفتن؟ جواب شما رو بگویم. من بارها اگر در برنامه من دیده باشید، من گفتم رسول الله صلی الله علیه و سلم در وقتی که از مکه به مدینه هجرت کردند، راهنمای خودشان را یک مشرک تعیین کردند. من گفتم که اگر یک کافر در یک حکومت اسلامی بتواند مصدر خدمت شود، ما می توانیم حتی او را به مرتبه وزیرم تعیین بکنیم. یعنی از نگاه دین اسلام هیچ مشکلی ندارد. من نمیگم هزاره که برادرای ما هستن. خب من نمیگم هزاره. اولا این مسائل را اصلا باید برای ما مهم نباشد و این تنها به شما نمیگم، به طالبان میگم، به غیر طالبان میگم. نه هزاره و ازبک و پشتون و تاجیک، این مسائل هیچ اصلا. شما در آمریکا زندگی میکنید، نه؟ باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 8 سال 2 دوره ریاست جمهوری آمریکا رو به عهده داشت. از کجاست؟ از کینیا. پدرش حسین
پدرش حسین یک مسلمان بود. متوجه شدید؟ ببینید در آمریکا 8 سال باراک اوباما، یک کینیایی سیاه‌پوستی که اجدادش هم مسلمان بودن، آمد در اونجا رئیس جمهور شد بر اساس لیاقت. من میگم در افغانستان هم اگر که ما بخوایم پیشرفت بکنیم، انتخاب مسئولین باید بر اساس لیاقت باشد، نه بر اساس مذهب، نه بر اساس قوم، نه بر اساس زبان و نه بر اساس سمت. متوجه شدید؟ اگر ما بخوایم بر اساس قوم و زبان و سمت بخوایم مسئولیت ها رو به افراد بدیم، در آنجا نه پیشرفت میکنیم نه ترقی میکنیم و حال این حکومت هم مثل حال حکومت جمهوری خواهد شد. ما تونستم من حکومت طالبان مالی از چند فیصدش تقریبا از 100 فیصدش 70 فیصد خوش میآید، اما 3% ما رو مجبور کرده، جوانا رو مجبور کرده که مثلا افغانستان ترک کنه. مال فقط اندمی ما زیر ما به داد است که شما میشین میگین ما طرفداری نکردیم، طرفداری کردیم. درسته؟ نه ببینید دوست عزیز، ببینید من از شما یک چیز بپرسم. امین الان میگید که 30% خرابی است. ما اگر دست به دست هم بدیم، شیعه، سنی، هزاره، تاجیک، ازبک، همه ما دست به دست هم بدیم، همین 30% رو اصلاح بکنیم، بهتر است یا اینکه دوباره صلاح بگیریم برویم به جان هم دیگه بیفتیم؟ کدامش بهتر است؟ نه، اصلاح کردن بهتر است که نمیکنه، که انجام نمیده که چیزی خب صبر باید کرد برادر عزیز. ما 20 سال حکومت جمهوری را با همه امو فسادش، با همه امو مشکلاتش، شما نمیدانم در کجای افغانستان زندگی کردید، در کابل یادتان میاد در زمان همین جمهوریت در پهلوی قصر ریاست جمهوری جوانهای ما به خاطر یک موبایل کشته نمیشدن؟ وقت نمیشه، من این یک 6 ماه نمیشه که من از افغانستان برام میگم. من اصولی رقم میگم، من باور کنم شاید خود در عربستان هستی یا در مثلا در خود در افغانستان نیستی. ما اینو میگم از لنبر شما معلومه. ما اینو میگم اون زمان که مردم کشته میشد، مردم مثلا اگر مردم خوشحال بود، مردم به خاطر چی خوشحال بود؟ پیسه داشت. مردم اگر امنیت است، به خاطر که کار است، به خاطر که پیسه است، به خاطر که مردم قید زندانی است، مردم عام زندانی است. زندانی بودن چی معنا میده؟ این به این معنا نیست داخل زندان باشی. ببین درسته اسلام ما ریش ماندن ثواب داره، اما جبری نیست که بیای یک نفر یک طالب بیای بگه تو چرا ریش تو ماندی، چرا موی تو ماندی. این ما قبول نداریم که جبری باشه. در اسلام جبری نیست. یعنی مثلا دوم خیلی کوتاه بفرمایید دوست عزیز، کوتاه اگر بفرمایید. خداوند گفته، پیامبر گفته، قرآن گفته که مثلا مکتب بر زن و مرد فرض است، در حالی که خود طالب و تمام علما این تایید میکنن، اما بهانه‌اش از برای خدا در 2 سالی تناز یک مکتب مشکل مکتب در این مورد صحبت کردیم. در این مورد اگر که در برنامه روز سه‌شنبه هم صحبت کردیم، گفتیم که مسئله باید حل شود. طالبان گفتن که باید حل شود، خود مسئولین طالبان میگن باید حل شود و انشالله که حل میشه. یک مسئله مکتب مانده، اینم حل میشه. مسئله شایسته سالاری است، ببینید مسئله شایسته سالاری است. ما شما هم باید به اینها یک کمی، زیاد نه، یک کمی باید حق بدهیم. درست؟ مثلا در امارت اول طالبا آمدن، هزاره و ازبک و تاجیک و هر کس منصب دادن، جا دادن، راه دادن، با همه چیز شدن. در آخر چی شد؟ همون مردم دوباره قیام کردن، کودتا کردن، علیهشان مثل جنرال ملک مثل غیره دوباره به اصطلاح سبب شدن که حکومتشان سقوط بکنه. اونام از این مسائل میترسن. اینو از باب طرفداری نمیگم، اما باب واقعیت است. امروز هم اگر که به شما یک قدرتی برسه در افغانستان، شما به سر من اعتماد نمیکنی، سر برادرت، برادرزادت، سر عمو و دایی و اینا اعتماد میکنی. درست است یا نه؟ بر صورت تشکر، خوشحال شدم از صحبت با شما. یعنی کاش که همه اینطوری بیان با محبت، با اخلاق صحبت بکنن. سعی کنیم به هم دیگه تهمت نزنیم. سعی کنیم. بفرمایید. شما یک خواهش میکنیم که درباره شیعه خودسر قومی شیعه اگر میخواین اتحاد، اگر میخواین واقعا شیعه و سنی اتحاد داشته باشه، به این سخنرانی که شما مثال برنامه شما میسازید پیشه او کار کشه، این در عمومی در عموم ما میگیم که بین سنی و شیعه، بین تمام مذاهب اختلاف وجود داره. یک مثلا یک تهمت زدن در
سنیا زیاد تهمت زده، این قدر تهمت زده اگر ما دانه دانه برای دیگر وقتش نیست. پس اینه دیگه برنامه کاش که ببینید برادر عزیز، من این شما رو یادداشت میکنم اینجا. در برنامه بعدی شما هر چه دلیل جمع میکنید بیارید. وانگهی من یک نکته رو به شما بگم. شما چند ساله هستید؟ من تقریبا 36 ساله. ماشاءالله. الله متعال به شما عمر طولانی نصیب بکند. تا امروز از عمرتان یک سنی را دیدید که به حضرت علی، به امامان شیعه، به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، به بزرگان دینی شما توهین کرده باشد؟ بله، ما از کتابش نمیگیم، از زبان سخنرانیش یعنی وجوهش ما دیدیم. نه، یک نفری رو دیدید که شما به حضرت علی و به حضرت فاطمه و به حسن و حسین و به جعفر صادق و محمد باقر توهین کرده باشه؟ کسی رو دیدید، شنیدید تا الان؟ نه، حضرت علی رو ما قبول داریم، شما بکلی که ما قبول. پس همه بزرگان شما رو ما قبول داریم. یک لحظه. همه بزرگان شما را قبول داریم و با آنها احترام میگذاریم. پس اگر میخواهید که وحدت ایجاد شود، شما هم به بزرگان ما احترام قائل شوید. داخل خانه میروی ببینید، شما داخل خانه میروی، هر چی دلت میخواد فوش بده، لعنت بکن، این بستگی به خودت دارد. لکن حرف ما چی است؟ اگر میخواهیم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم در یک جامعه، باید در ملأ عام، در کوچه و بازار، در حسینیه‌ها، در مساجد به همدیگر توهین نکنیم. هدف ما هم همین است. ما یک چیز میگیم، یک چیز کوتاه میگیم بسیار بخشی باشه. درباره حضرت عایشه ما خود ما تو پیش از این بیم امروز شما بحث کنیم، ما از کلمه خود، از ملاهای خود ما پرسیدیم. درست؟ بله. بعد از آمدیم امروز شما زنگ دادیم. پرسان کردیم که ما قبول دارم، شنیدیم باز کسا یک چیزی میگن. اونا چی میگن کلمه ما؟ ایت داو نداده یا مثلا چیز نداره. ما ایت میگه که مثلا حضرت عایشه درسته زن پیامبر بوده، پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد زن داشته. حتی همین جنگ اندق میگه کی را انداخت. اونا با اسناد با ثبوت میگه که حضرت عایشه امرای خود حضرت علی که شما دوام میکنیم میگه آیا یک سنی حضرت علی داو زده، یعنی میگه که حضرت عایشه امرای حضرت علی میگه چون روز دیگه چیز نگه ما نمیگیم خدا این الله گو فایشه بوده دیگه بوده. اینه جنگ اندق کی را انداخت؟ میگه حضرت عایشه را انداخت. اینا رو دلیل با ثبوت با روایاتی که از در کتابای خود شما نوشته کرده، انجام اسناد ثبوت پیدا کرده میاره. دیگه پس ما چیزی گفتنم چون ما خود ما قدر چیز نکنیم، نه کتابای شما تحقیق کرده باشیم نه دیگه. اما این وقت ما پرسون کنیم دلیلی با دلیل میاره. اما در سر از اون میگه که داو زدن اکثریت از ملاهای ما میگه ما داو نمیزنیم، اما این میگیم که این کار انجام داده. درست. ببینید همین کار رو انجام داده. حضرت علی با حضرت عایشه در جنگ جمل با هم دیگر جنگیدن. اما در کتاب‌های خود شما هست که وقتی که از حضرت علی پرسیدن، شما به صفحه مانیتور نگاه بکنید، در مستدرک الوسائل از نوری طبرسی که یک از علمای بزرگ شیعه است، در این کتاب میگه در صفحه 18 میگه که از حضرت علی پرسیدن، این روایتی است که از کتابای خودتان است، میگه که از حضرت علی پرسیدن که سئل عن قتل جمل، در مورد کسانی که در جنگ جمل، یعنی جنگی که بین حضرت عایشه و بین حضرت علی بود، کشته شدن، ام مشرکون هم، آیا اونها کافر و مشرک بودن؟ قال لا بل من الشرک فروا، بلکه اونها از شرک فرار کردن، کافر و مشرک نبودن. قیل فمنافقون، آیا منافق بودن؟ قال لا ان المنافقین لا یذکرون الله الا قلیلا، منافقین ذکر الله را نمی کنند مگر اندک، آنها منافق نبودن. قیل فما هم، ای علی یعنی کافر نبودن، منافق نبودن، اینا کیا بودن؟ گفت اخواننا بغوا علینا فنصرنا علیهم، برادران ما بودن، با آنها جنگ کردیم، بر علیه ما بغاوت کردن، با آنها جنگ کردیم، بر علیهشان پیروز شدیم. ما به شما شیعیان چی میگیم؟ میگیم بیایید شیعه واقعی علی باشید. علی میگه که عایشه مشرک نبوده، عایشه منافق نبوده، خواهرها و برادرای ما بودن. جنگ کرد. حضرت علی داره جواب میده. شما حضرت علی را قبول دارید یا ندارید؟ حضرت علی را قبول دارید؟ حضرت علی میگه که
چند هزار نفر را خدا کنه که میلیون نفر کشته شده باشه. ببینید خدا کنه میلیون نفر کشته شده باشه. حضرت علی میگه که برادران ما بودن، با آنها برای ما بغاوت کردن، با آنها جنگیدیم. حضرت علی با اونا میگه برادر. آخوند شیعه میگه که نه، اینا برادرای ما نبودن، اینا کافر بودن. الله متعال در سوره حجرات در قرآن کریم میگه که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگیدن، پس امکان داره که دو گروه مسلمان با هم بجنگن. حضرت علی و حضرت عایشه جنگیدن با هم. پس ما به شما میگیم بیایید شیعه واقعی علی باشید. علی توهین نکرد. علی توهین نکرد. علی لعن نفرستاد. علی به کسی فوش نداد. چرا امروز آخوندهای شما لعن میکنن، فوش میدن، توهین میکنن؟ تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما وقت زیاد به شما دادیم. انشالله در فرصت بعد. تشکر. نیم ساعت به شما وقت دادم. تشکر بسیار زیاد. بیننده بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. الله متعال استان کند. تشکر از شما. استاد عزیز، میخواستم یک همی اشما خواهش کنم، نمیشه که این برنامه‌تون در استریم داخل کنید که در برادرای گروه 24 و برادر محمد اقبال که همه میدونن در اومدن به هفتین داده برنامه شما تجربه زدم. این رو انشالله از هفته آینده تجربه میکنیم انشالله. انشالله خوب است شما را بعد اول چقدر شما انشالله آدمو را قبول کردن میتونید. بسیار خوب. چشم، انشالله در هفته آینده این کار خواهیم کرد. استاد عزیز، یک سوال دارم. بفرمایید. استاد عزیز، همین پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری اومدگی باشه که پیغمبر نماز تهجد بگیم طوری خوندگی بوده، طوری باشه، در طوری که نماز تهجد خوندن اجازه که نه بشه؟ نماز تهجد طبیعتاً بعد از ساعت 12 شب میخوانن، یعنی هوا تاریک است. یعنی میگن که اگر انسان جای سجدگاه خود را نبیند نماز مکروه میشود. متوجه هستید؟ یعنی نمیدانم، حالا در این زمینه مطالعه نکردم که آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم چراغی روشن میکردن یا در نور مهتاب میخواندن. این رو باید بررسی کرد برادر عزیز. یعنی اگر انسان در تاریکی نماز بخواند که جای سجده خودش را نبیند، نمازش باطل نمی شود، نمازش درست است. سلامت باشه استاد. استاد عزیز، همین میخواستم که به همین طالبا را یک از همین برنامه شما یک بگیم یک چی کنم ده، یک همین بفهمونمشون که همین تا دین وقت که فلسطین همین یهودی بدبخت غبس کردن و مردم فلسطین خیلی را کشتن، ای منبرام اشتن داد میزدن که ای عرب تو به ما را رهایی کن، ای عرب تو به ما را رهایی کن، ما مقصد میریم فلسطین ما مقطع یهودی ها جنگ مینیم. که ما طالبا شما را میگیم که طالب ما تاجیکا را رهایی کنه که ما تاجیکستان بدروییم. انشاءالله که پیام شما را بشنون برادر عزیز. سلامت باشید. والله قسم استاد عزیز، در این سطری که این برهمان فی بدبخت از مادرای ما از سوارای ما گرفته است، در این یک تاجیک نگار نیست. تاجیک خوزی هست، تاجیک خوزی سلید بگیم سلاح ندارد، تاجیک خوزی قدرت ندارد، تاجیک جواناش برد زندان کرد، کشت، ای وطن به وطن شو کرد. خوزی این دینست و همین یک راه هست. ای طالب تو به ما را رهایی کن که ما بیریم همین کار کنیم در حقی رحمون فی بدبخت. الله متعال پیروز بکند مظلومین تاجیکستان را بر علیه طواغیت. زنده و سلامت باشید برادر عزیز. استاد عزیز یک استاد همین حاجی میرزا برنامه کرد. در مورد حاجی میرزا من کلیپشو دارم، الان صحبت میکنم در موردش. شما را تماشا میکنم. سلامت باشید.
من گفتم این رو در موردش امروز صحبت نکنم، اما تماس این برادر عزیزمان سبب شد که در مورد حاجی میرزا و بعضی از علمای دیگر تاجیکستان که صحبت کردن در مورد اینها صحبت بکنیم. ببینید، قبل از اینکه من بپردازم به صحبت در مورد حاجی میرزا و دیگر علمای تاجیکستان که واقعا یعنی ما به اونا احترام داریم، به ملت تاجیکستان، به علمای تاجیکستان، و میدانیم که حاجی میرزا، مولای عبدالرحیم، مولای باختری و خیلی دیگر از علما، تورا جانزاده ها الله متعال حفظشان بکنه و اونایی که از دنیا رفتن رحمتشان بکنن، مبارزین اهل سنت از حزب نهضت، همه اینها در راه دین، در راه دعوت فداکاری کردند، زحمت کشیدن، جانفشانی کردند و ملت تاجیکستان رو بیدار کردند. و بارها این رو گفتیم که ملت تاجیکستان در آسیای میانه از جمله تنها ملتی است که می توانیم بگوییم که نسبت دینداری مردم، تدین مردم، آگاهی دینی مردم نسبت به بقیه کشورهایی که زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بیش از 70-80 سال زندگی کردن از همهشان بیشتر است. در مورد صحبت هایی که برای من فرستادن امروز، صحبت هایی رو که جناب حاجی میرزا و جناب مولای عبدالرحیم و مولای باختری و دیگر علمای تاجیکستان کردن، صحبت های اونها رو، کلیپ هایش برای من فرستادن. لحظات پیشه که دوستان آوردن کلیپ ها رو، گفتم ببینید اینها بر علیه همین قضیه حجاب و این چیزا صحبت کردن. گرچه من اطلاعات کافی دارم در مورد این که اینها چرا این صحبت ها را کردن. علمای تاجیکستان امثال حاجی میرزا، مولای عبدالرحیم و دیگران، اینها زندانی هستند. علمای تاجیکستان الان اینها زندانی هستند، در یک زندانی بزرگ. ملت تاجیکستان همه در یک زندانی بزرگ هستند. کسانی که در زندان باشن، ببینید کسانی که میبرن در زندان، دیده بودید زندان گوانتانامو، زندانهای مثلا بریتانیا، هر زندان یک یونیفرم خاص دارد. مثلا در گوانتانامو میبردن لباسهای نارنجی میپوشاندن، در زندانهای بریتانیا مثلا لباسهای راه سیاه‌سفید است، یا در ایران مثلا لباسهای فکر کنم رنگ آبی است. هر کشور یک یونیفرم خاصی دارد برای زندانی ها. دیکتاتورها، طاغوت‌ها، انسان‌های مستبد، جنایتکار، اینا هم میخوان که این ملت رو مثل یک زندان تصور میکنن که همه در خدمت اینها هستن. باید این ملت که همه این ملت باید یک یونیفرم خاصی داشته باشد. علمای تاجیکستان، حاجی میرزا، اینا همه در زندان هستن و کسی که در زندان است، زندانبان، کسانی که در این زندان هستن، پلیسایی که در زندان هستن، اینها هر چه بگویند زندانی بیچاره باید انجام بدهد، چون داخل زندان است. از خودش اراده ندارد، از خودش آزادی ندارد، حریت ندارد. یک متنی را آماده میکنند، برایش میفرستند، میگن این رو جلوی دوربین بخوان و برای ما کلیپ درست کن بفرست. بعد این کلیپ رو میفرستند در سوشال میدیا، در همه صفحاتی که مرتبط با اونها هست پخش میکند. از پیش پریروز صبح ریاست اوباب تاجیکستان، مردم تاجیکستان میدانن اوباب یعنی چی، که ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، کارمندای این اوباب تماس میگیرن با ملاها، داملاها، مولویها، ایشانها، امامان مسجد، یوتیوبرها، وبلاگرها، به اونا تماس میگیرن، با اونها میگن که بر علیه همین صحبت‌هایی که از افغانستان شده است و از محمد انصاری و از غیره شده است، شما برنامه بگیرید، یک کلیپ درست بکنید و این رو نشر بکنید. و طبیعتا میدانید که یعنی همونطور که گفتم این بیچاره در یک زندان هستند و زندانبان یک چیزی که امر بکنه دیگه کسی جرئت ندارد که نبگوید. و اینا هم آمدن یک سری کلیپ هایی رو ثبت کردن، نشر کردن که انشاءالله الان برای شما میمانم و جواب میدیم. از این کلیپ ها
3 پیام خطرناک است، 3 پیام خطرناک است که هم با علما و دعوتگران افغانستان و به هم عزیزانی که در صفحات سوشال میدیا کار میکنن و این صحبت ها رو شنیدن، کسایی که کامنت میگذارن، همه اینها باید این رو در نظر بگیرن. اولا اینها زندانی هستن، پس کسی که زندانی هست دیگه مضطر است، مجبور نیست، مضطر است. انسانی که مضطر است، مضطر یعنی چی؟ یعنی چاره ای ندارد. انسان گرسنه شد، غذایی برای خوردن نداشت، میتواند گوشت سگ بخورد، میتواند گوشت خوک بخورد. عکه میرزا و عکه عبدالرحیم و باختری و اینها حکمشان حکم مضطر است، یعنی اینا مجبور هستن، چاره دیگری ندارن. دوم این که به اینها دیکته شده است، به اینها از اینها خواستن که وقتی که صحبت میکنن بر علیه مردم افغانستان صحبت بکنن، بگن که مثلا در افغانستان کودکانشان را میفروشن، در افغانستان لوطیگری است، در افغانستان این است، در افغانستان اون است. به این وسیله که علما و دعوتگران افغانستان هم بیایند بر علیه تاجیکستانی ها صحبت بکنن، اینها جنگ بین افغان و تاجیک را بندازن. تا الان جنگ ما جنگ حجاب بود، جنگ اسلام بود، جنگ عقیده بود. به این وسیله میخواین که مثلا بلند شود یک دعوتگر افغانی بگوید که خب عکه میرزا تو کی گپاره میزنی، افغان ها را متهم میکنی به این که مثلا کودک فروش هستن، و اینا دروغ هایی است که مردم درست کردن، اینا فلان هستن، این هستن، اون هستن. شما برو مثلا دخترای تاجیکی که در ترکیه هستن، در روسیه هستن، در اوکراین هستن، در خود تاجیکستان چینایی ها چیکار میکنن، روس ها چیکار میکنن، حتی سیاه‌پوست های بت پرست آفریقایی در تاجیکستان چیکار میکنن. میخوان که این مسائل رو به این شکل مردم رو به جان هم دیگه بندازن که به اصطلاح جوان تاجیک که تا هنوز دردش حجاب بود، دردش دین بود، دردش اسلام بود، عصبیت است. هر کس طبعا قوم خودش رو دوست دارد، هر کس کشور خودش رو دوست دارد، هر کس یک نوع تعصب در وجود ماها اینا کاشتن. 100 سال می شود که در وجود ما کاشتن تعصب افغانیت توسط تعصب تاجیکیت، تعصب نمیدونم ترک و عرب و فارس و فلان، اینها رو شعله‌ور کردن. چون سیاست انگلیس، سیاست روس همیشه این بوده، این جنگ ها رو در بین مردم بندازین و مردم اصل مسئله رو چی کنن؟ تحت پوشش قرار بدن. کار دومی که پیام دوم خطرناکی که در این صحبت ها وجود دارد این است که به مردم بگوین که این کارهایی که شده است الان در تاجیکستان شده است، ایجابای زنها رو گرفتن، جریمه کردن، اینها کارهای فردی بوده است. یعنی چی؟ کارمندای وزارت کارهای داخله یا پلیس یا مثلا اینا این کارها رو کردن، اینا کارهای فردی است، کارهای شخصی است. حکومت نگفته است، جناب والی نگفته است، تا هنوز جناب والی امضا نکرده است این قانون رو. اینا که افرادی هستن که این کارها رو انجام دادن، افراد خودسر هستن. پس اگر افراد خودسر هستن بزنید، یعنی هر کدامش که آمد شما رو که گفت که خواهر من اجابت رو بردار، چنان بزنینش که دیگه نتانه از جا بلند بشه، دست و پایش بشکنید. چون این بیشرف، این پلیس بیشرفی که امروز هنوز جناب عالی امضا نکرده است، این بیشرف گپ رئیس جمهور رو نافرمانی کرده است، آمده است از خودسرانه مردم رو جریمه میکند، خودسرانه مردم رو اذیت میکند. بزنیدش، چون این یک انسان نافرمان است، هنوز جناب عالی امضا نکرده است. این آدم خودسر آمده است مردم رو اذیت میکند. بزنید اینا رو. خیلی ببینید، حکه میرزا هم اینو گفت، حکه عبدالرحیم هم اینو گفت، حکه باختری هم اینو گفت. گفتن که چی است؟ اینا انسانای خودسر بودن. نه جناب عالی هرگز تا هنوز این مسئله رو امضا نکرده. مادامی که جناب عالی امضا نکرده، پس چرا این اذیت میکنن مردم رو؟ همین امروز پلیس در دوشنبه صبح امروز ساعت 10:45 صبح امروز یک خواهر با حجاب رو به همراه کودکش از اتوبوس پیاده میکند. من کلیپش برای من فرستادن. امروز صبح ساعت 10:45 صبح به وقت تاجیکستان در شهر دوشنبه. ببینید این کلیپ رو. میبینید این قسمت، این خواهر که با حجاب روسری سیاه سرش هست، این رو با این کودکش ببینید. دوستان خوب زوم بکنن. این کودک شاید یک 2-3 ساله هست. این کودک این رو از ماشین پلیس پیاده میکنه.
اون پلیس اون پایین ایستاده است، این گوشه پیرنش معلوم می شود اینجا، یونیفرمش. خوب دقت بکنید، این خواهر با حجاب رو این پیاده می کند اینجا. این از داخل اتوبوس عکس گرفتن و اینجا هم این پلیس هست، ببینید این قسمت. خب اگر اینها کارهای خودسرانه هست، اگر اینها بدونه که رئیس جمهور، ببینید قانون در یک کشوری که قانون باشد، اگر در تاجیکستان قانون نیست، حکومت نیست، رئیس جمهور رو کسی به اندازه یک پرکا ارزش نمیداد که تا هنوز امضا نکرده مردم آمدن بر اساس خود در تاجیکستان کی حکومت میکند؟ پارلمان حکومت میکند یا رئیس جمهور؟ پارلمان این رو تصویب کرده است، رئیس جمهور باید امضا کند، در روزنامه رسمی نشر شود، بعد از اون مردم را حق دارید که بر اساس قانون خودتان محاکمه بکنید. اونم حق ندارید که اذیتشان بکنید. جریمه گفتن جریمه کنید. از نگاه قانونی حکومتی میگم، من نگاه شریک حق جریمه کردن هم ندارید، اصلا حق ندارید که گپ بزنید. اما الان این افراد خودسر هستن، اوباش هستن، قطاع الطریق هستن، مافیا هستن. کیا هستن اینا؟ اگر اینها از حکومت نیستن، پس ملت تاجیکستان هر کدامش که به حجاب زنتان دست زد بزنید گردنشو بشکنید. گپ حاجی میرزا همینه میگه اینو که آدمای خودسر بودن این کارو کردن، حالا میشنه گپاش. اما نه، اگر که گپ این است که اینها امر شدن از بالا که شما قانون را اجرا بکنید، معطل امضای رئیس جمهور نباشید، پس این امام علی رحمانوف، جناب عالی، اینا چی کاره هستن؟ شلغم هستن، کدو هستن، خربزه هستن، سبزی هستن، چی هستن در تاجیکستان که هنوز امضا نکرده افرادش آمدن قانون اجرا میکنن در مملکت. این سه نکته ای بود که دوستان متوجه باشن در اینجا. به هر صورت میریم از سر عکه میرزا شروع میکنیم که ایشان چی گفتن، صحبتاشون رو میشنویم و انشاءالله پاسخشان رو خواهیم داد. بله. مردم ما حیات به سر میبرین، خداوند شما را صحت و سلامت نگه داره. برادران عزیز و گرامی، من صحبت با دو مصرع شعر آغاز میکنم. شاعر میفرماید که من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با ما اون آشنا کرد. یعنی های به اصطلاح نه من غریب هستم و گله و گذاری ها اینا را بگذارید کنار، این صحبت ها رو گوش نمی کنیم، میهم سر اصل موضوع. با جهاد دعوت دارن، با بی سر و سامانی ها دعوت دارن و آشناهامون همین تاجیک هایی که امروز بیرون از تاجیکستان ما زندگی دارن و هر بیگاه با خودشون یک موضوع گذاشتن، یک برنامه ریزی کردن. نام برنامه شون چی؟ دفاع از حجاب زنی تاجیک. برادرای عزیز و گرامی، یک مطلب تاجیکی بود، میگفتن که نام همون مردک خدای بیردی بود است. وقتی که خدا گفته است گرفتن در اون مقصد نابودش کردن که تو نام تا خدا گذاشته، بیچاره به هم منی بگیم بیردی نیستادن. یعنی امروز همون اعلان جهادها و امروز بگیم بعضی همین نفرهای غرضناکی که گویا که پشتیبانی از دین دارن، گویا که پشتیبانی از حجاب زنی مسلمان دارن، من به اونها مراجعت کردنی گفتنی هم که زمانی که همون نوارها سببی بگیم همین قدر غلغله ها شد، همون نوارها زمان همین نوارها برآمد، مردم باید بداند که من خودم کدام مقامات زنگ زدگیم، من پرسیدگیم که همین نوارها در اساس چی هستند، همین نوارها چی معنی دارند، آیا مقصد در زیر همین کارهایی که رفتید مطلب چی است. ما اینها را پرسیدیم، ما اینها را مثلا تحقیق کردیم، ولی همون اشتباه هایی که همون کمبودی هایی که در وقتی همون ترغیبات و تشویقات لباس ملی بگیم وقتی که رفت، لغزش هایی که همونها کردن، ببینید که مردم منی بردیش نیستادن.
یعنی هیچ در حال این حجاب زنی مسلمان از بین می رود یا جنگ با خدا اعلان کردن و حتی همون آشناهایی که بگیم یکی همون آشناهایی که داریم به نام ابو. ببینید جناب حکیم میرزا، اولا که قضیه جهاد و جنگ و فلان اینها، همین قوانین، همین سختگیری ها سبب جنگ می شود، سبب جهاد می شود، سبب تکفیر می شود در کشورهایی که مردم رو به زندان انداختند. در سال 1960 65 70 75 حکومت مصر مسلمان ها رو به خاطر ریش، به خاطر حجاب، به خاطر عقیده به زندان انداخت. جماعت تکفیری ایجاد شد. خودتان میدانید این چیزها رو، بگویید به رحمانوف، بگویید به حکومت تاجیکستان. این شکنجه ها، این اذیت کردن ها، این قانون ها سبب می شود که افراطیگری در یک جامعه افزایش پیدا کند. چون طبیعت انسان، طبیعت بشر این است که الله متعال به پیامبر میفرماید که ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ای پیامبر من، ای نبی من، تو با همه این اخلاق تو، اگر تو سختگیر باشی مردم از اطراف تو چی میشن؟ پراکنده میشن. پیامبر به همین دلیل میگفتن که یسروا ولا تعسروا، آسانگیر باشید سختگیر نباشید، بشروا ولا تنفروا، بشارت بدهید و مردم رو متنفر نکنید از دین. شما مردم رو از دموکراسی متنفر کردید، از اسلام، از همه چیز متنفر کردید. به خاطر چی؟ به خاطر همین کارهایتان. این کارهایی که شما انجام میدهید، حکومت انجام میدهد، سبب افراطگرایی میشود، سبب ایجاد جماعت‌های تکفیری میشود. امثال ابو محمد مدنی، اینا رو والله ابو محمد مدنی رو من یک بچه بود، من در مدینه میشناختمش. یعنی این آدم تکفیری نبود، شما تکفیریش کردید. تاجیکستان رفت اذیتش کردید، زندانیش کردید، شکنجهش کردید، خدا میدانه با مادرش چیکار کردید، با خواهرش، با همسرش. طرف تکفیری شد، شماها تکفیریش کردید، حکومت تکفیری کرد. طرف رو بردید 5 سال 10 سال از عمرش رو در زندان توهین شد، اهانت شد، تحقیر شد. خواهرایی را بردن. حکیم میرزا اگر شما خبر ندارید خبر بگیرید. خواهرایی رو به خاطر حجاب بردن در یک اداره پلیس. یک افسر پلیس کثیف، گرگ زده، اید زده، لوتی، فاسق، فاجر، ناموس گفته بهش بد و بیرا گفته، فوش داده، توهین کرده. او خواهر از اداره پلیس بیرون آمده بود، گریه میکرد، میگفت چیزایی به من گفتن که در زندگی نشنیدم. خب این داعشی نشود که داعشی شود، این تکفیری نشود که تکفیری شود. محمد مدنی من به تو مراجعه میکنم. تمام ای وقتش که ملعون میگفتم، تو ملعون اولم ملعون هستی، برای که تو با این عقیده تکفیری تا از وجه سودا حاجی میرزا در کجایی چیبت خاموشی؟ این حاجی میرزا در همین جای در وطنش، در ملک خودش. من خدا را دویم تولا و زارا میکنم که خداوند جان من در همین ملک خودم بگیره، در بین ملت خودم بگیره. تو اگه به همین ترغیباتی که گویا که تو دفاع ای حجاب مسلمان کیسای، تو میخوای که به همین اگه با در دل مردم خدمت. جناب حاجی میرزا دعا نکنید که خداوند جانتان را در تاجیکستان بگیرد. دعا کنید که خداوند حسن خاتمه برایتان نصیب بکند. دعا بکنید که الله سبحانه و تعالی برایتان هدایت نصیب بکند. دعای حضرت ابراهیم بکنید که بارالله مرا مسلمان بمیران. دعای حضرت ابراهیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. دعا بکنید که زندگی و مرگتان برای الله سبحانه و تعالی باشد. جوکنی و همون عقیده پلیدتان قطعی با همون عقیده پلیدت با مردم هم اصلا تعریف کنید کشی. انا همین ابلهایی که از افغانستان جهاد میگن، انا مو شریکای تان. انا می ناخوشی ها و ناآرامی هایی که مردم تاجیک ما کردیسن، همه می ایشومی انا عقیده شما. در این شکی نیست که تکفیری ها مانند ابو محمد مدنی و داعش و اینها، اینا سبب بدبختی امت اسلامی در همه جا شدن، در تاجیکستان، در افغانستان، در سوریه، در عراق. اما سبب به وجود آمدن داعش در عراق کی بود؟ ظلم و ستم آمریکا. سبب به وجود آمدن داعش در سوریه چی بود؟ ظلم و ستم حکومت بشار اسد. واقعیت ها رو بگید آقای میرزا، واقعیت ها رو بگید. سبب به وجود آمدن داعش در تاجیکستان امام علی رحمانوف. ظلم و ستم، زندانی کردن، اذیت کردن علما، دعوتگران، مسلمانان. ببینید یک جوان غرور دارد، هیچ وقت، من حتی به طالبا گفتم،
یک سیلی زده بود یکی از طالبا در مسئول امر بالمعروف در ولایت بلخ، یک راننده تاکسی رو یک سیلی زده بود. برنامه رفتم هر چی از دهنم آمد بهش گفتم تو حق نداری یک جوان مسلمان سیلی بزنی، ولو که شراب خورده باشه، ولو که زنا کرده باشه، ولو که دزدی کرده باشه، ولو که فسق و فجور دنیا رو کرده باشه. یک امر به معروف و نهی از منکر، یک عالم دین، یک کارمند اداره امر به معروف و نهی از منکر حق نداره سیلی بزنه. چرا؟ چون این گناه کرده. اوکی، یا نصیحتش میکنی یا تحویلش میدی به حکومت میبره محکمه، قاضی محکمه شرعی حکم میکنه که این باید سیلی زده شود، شلاق زده شود، اعدام شود، زندان شود. تو حق نداری این کارو بکنی. چرا؟ وقتی که با غرور مردم، با شخصیت مردم مبارزه کردید، در مقابل غرور و شخصیت مردم قرار گرفتید، در مقابلتان طغیان میکنن. والله الله و پیغمبرم قال الله قال رسولم بگی قبول نمیکند. این طبیعت بشر است. الله متعال به موسی و هارون علیهم السلام چی میگه؟ اذهبا الی فرعون و قولا له قولا لینا. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلی میگه شما خیلی با آرامی با او صحبت بکنید. اون جوانی رو که جنابش حاجی میرزا من بریش سفید شما، به علم شما، به جایگاه شما احترام دارم، لکن انکار نکنید. دوستان من، دوست صمیمی من از سر کار می آمد است به طرف خانه در دوشنبه، پلیس نگرش می دارد، تیغ گریش می تراشند، دستش می داد همین جارش تو بتراش. بابا این انسانهای عقده‌ای رو جلوی اینها رو بگیرید. باور کنید این آدم برگشته بود خانه، میگفت زنگ زده بود به من، میگفت که استاد من چی کار کنم. یک برادر دیگر رو وارد خانه شده بودن، مادرش رو زده بودن. مادرش رو زده بودن به خاطر حجابش، تعقیبش کرده بودن، وارد خانه شده بودن، زده بودن. پسرش چی میگه؟ میگه استاد راه کجاست؟ کجا برم که با این حکومت بجنگم؟ شما مردم دارید به انقلاب، مردم دارید به جنگ تشویق میکنید. شما این نوعی، یعنی این حکومت، ملت تاجیکستان رو دریابین. شما با این ظلم و ستم ها مردم رو دارید به بغاوت تشویق میکنید. اینا که تکفیری شدن سبب شما هستید. اینا انسان‌های معصوم بودن، اینا کودکان نوجوانانی بودن که اینا بعد امروز به وطنشان خدمت میکردن. اینا رو شما تکفیری کردید. قوانین شما، زندان‌های شما، شکنجه‌های شما، توهین‌ها و اهانت‌های شما. والله کسی من رو نگه دارد در یک جای، یک تار ریشم رو دست بزند، والله تا سرحد مرگ میزنمش. چی برسه به این که یک نفر رو میاری. والله ملت تاجیکستان خیلی مردم آرام و خیلی مردم یعنی شریفی هستن که هنوزم چیزی نمیگن به شما. طرف رو سر راه بگی تو ریشش رو بتراش. خواهرش و همسرش و مادرش. یعنی جناب حاجی میرزا، الان یک جوان تاجیک در روسیه است، کلیپ همین خواهری رو که لحظات پیش نشان دادم که از اتوبوس پیاده میکنه، این کلیپ رو ببینه و این زنش باشه و اون در روسیه نشسته، ببینه که زنش رو اینطوری حقارت کردن، از اتوبوس پیاده کردن، حجابش رو برداشتن. بعد اونجا در روسیه یک گروه تکفیری داعشی دشمن اسلام، دشمن تاجیکستان بیاد بگید که ای جوان حاضر هستی خودت در تاجیکستان در دوشنبه بکفانی؟ اون از بس که دلش پر از عقد است، کینه است، میخواد که انتقام بگیرد، میگه بله حاضر است. در روسیه نکردن، در افغانستان نکردن، در ایران نکردن، در ترکیه نکردن جوانان تاجیک. 4 تا آیت و حدیث رو هم براش وارونه سرچپه تفسیر بکند، خلاص قانع میشود. پس شما زمینه رو مساعد میکنید برای اونها. در جوشه حاجی میرزا آیت حجاب میدونه، در سوره احزاب آیت 59 را میدونه، سوره نور آیت 30 و 31 را میدونه. حاجی میرزا الحمدلله رب العالمین که خداوند داد از همون قدر غیرت و توانایی و محبت که مثال ای دینش هم پشتیبانی میکنه، ای ملتش هم پشتیبانی میکنه، ای وطنش هم پشتیبانی میکنه. برای همین شما با این نوارها، من به همه جوانهایی که هستن و شما مراجعت کردنیم که یک لغزش بگیم یا یک کمبود بگیم یا یک نفهمی، ای وقت تاجیک که ما میگفت که برای سلب یا کلم آوردن همین چیزا بود است.
برای ایجاد یگان دروغ همین گپو جنگ. همینایی که نافرمانی کردن، همینایی که اشتباه کردن، همینا رو بگیرد حکومت جریمه کند، همینا رو جریمه کند، از کار برطرف بکند، بگه دیگه حق ندارید ملت تاجیک اذیت بکنید، تا جناب عالی امضا نکردن یک قانون رو شما چرا مردم رو اذیت میکنید؟ چرا جلوی اینا رو نمیگیرید؟ بگیرید جلویشون رو که خودسرانه کسی این کارا رو نکند. با خدا و جنگی با حجاب و نه، بلکه یگان شما یگان سخت گپ نرسه. همین قزاق لباس خودش داره، همین قرغیز لباس خودش داره، یا بگیم عرب لباس خودش داره، ترکمن لباس خودش داره، ما هم لباس خودمون داریم. ولی لباس ما از همه این لباسایی که همین مردم بیرون داره و درون داره با جوابگویی بگیم به همین لباسایی که به همین آیات‌های قرآن است، به همین با مطابق لباسای ما. ای وقتش یگان کسایی نگفت از مقابل جو، بلکه گفتن که لباسایی که مادرامون میپوشیدن، ببین مادرامون میپوشیدن، ماماهامون میپوشیدن، شما نمیدونید که اون چه لباسه. برای همین در این کارها اینا غرض دارن برادر عزیز. بله، اینجا یک نکته هست که باید به جناب حاجی میرزا گوشزد بکنیم. ببینید قزاق لباس خود را دارد، ترکمن لباس خود را دارد، ازبک لباس خود را دارد، عرب لباس خود را دارد. بله، هر کدام این قوم ها، قبیله ها لباس خودشان را داشتن. قبل از اسلام هم لباس های مخصوص خودشان را داشتن، بعد از اسلام هم لباس های مخصوص خودشان را داشتن. اما حجاب که هست یک سری شروط دارد. شروط حجاب این است که باید همه بدن را بپوشاند. شروط حجاب این است که شفاف نباشد، نازک نباشد، تنگ نباشد. چیزی را که امروز در تاجیکستان به نام حجاب برای مردم، برای زنهای تاجیک، جناب حاجی میرزا، یعنی حق را با آفتاب را با دو انگشت که نمیشه پوشاند. امروز فیلم هایش رو دیدیم، به نام لباس ملی میگه این رومالچه را بگی پشت گردنت ببند. جناب حاجی میرزا، شما علم دارید، سواد دارید، درس خواندید، عالم دین هستید. زن ابو جهل و زن ابو لهب چگونه رومالش میبست؟ چگونه رومالش میبست؟ پشت گردنش میبست. دقیقاً مثل همین رومالچایی که امروز حکومت تاجیکستان میگه که زنها ببندن. رومال رو میگرفت پشت سرش میگه. زن ابو جهل، زن ابو لهب. اسلام آمد گفت که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، این روسری را اینطوری بیندازید، یعنی سینه تان را، گردنتان را، اینها را بپوشانید. الکه همی کل مفسرین از صدر اسلام تا از ابن عباس تا امروز، همی کل مفسرینی که تا الان بودن در دین مبین اسلام، یکی از اینها گفته است که این گردن باز باشد، این چاک سینه باز باشد. مالکم کیف تحکمون؟ شما حق را نپوشانید. حاجی میرزای عزیز، انسان اگر هر چقدر شما را حباب مجبور کرده است که کلیپ درست کنید، ویدیو درست بکنید، نشر بکنید، لیکن این رو باید بدانید که دین رو حق ندارید تحریف بکنید برای مردم. در دین ما الله سبحانه و تعالی میفرماید اطیع الله، از الله اطاعت بکنید، و اطیع الرسول، از رسول اطاعت بکنید، و اولی الامر منکم. اولی الامر کیا هستند؟ کسانی که اطاعت از الله و رسول میکنند. کسی که به اطاعت از الله و رسول امر میکند. در هیچ جای دین نگفته که شما حجابتان باید مثل حجاب مادرانتان باشد، اچه‌هاتان باشد، ماماهاتان باشد. در جایی گفته است این رو؟ در کدام تفسیر گفته است؟ در کدام کتاب فقه گفته است که ای ملت تاجیک، ای ملت افغان، یا ایها المسلمون، یا ایها المؤمنون، حجاب هایتان باید مثل حجاب های مادر بزرگ و مادرانتان باشد؟ نگفته است. در حالی که در قرآن کریم تقلید کردن از گذشتگان به عنوان تقلید مذموم یاد شده است. تقلیدی که در دین جایز نیست. اگر عملی در بین گذشتگان ما وجود دارد که با دین ما، با شریعت ما همخوانی ندارد، دین مبین اسلام اون را رد می کند. این رو مانند، این یک از صفات مشرکین است، یک از صفات کفار است که می گفتن کانوا آباؤنا علی ذلک. من این رو با دلیل برای شما ذکر بکنم. اینجا خدمت شما عزیزان، دوستان عزیز، اگر اینجا رو نشون بدید. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. در جواب این در تفسیر
چی است؟ در تفسیر ابن عاشور در صفحه 83 جلد 8 میگه که انهم اذا فعلوا فاحشه فانكرت عليهم او نهوا عنها قالوا وجدنا عليه آباؤنا. یعنی یک کار مخالف دین رو انجام میدادن، میگفتن این کار رو نکنید، میگفتن نه ما پدرانمون این کار رو کردن، اجداد ما این کار رو کردن. جناب حاجی میرزای عزیز، پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینها هیچ وقت برای یک مسلمان حجت نیستن. حجت قرآن است، حجت سنت است. من در مورد همین آیه در تفسیر خدمت شما عزیزان، این تفسیر رو من تفسیر المنار جلد 11 صفحه 207 دوستان عزیز اگر نشون بدن، در زیر همین آیه‌ای که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا هم یهتدون. اگر به اونها بگی که بیایید متابعت بکنید از الله و از رسولش، میگن که نه ما همون کارهایی که پدران ما میکردن همون کارا رو میکنیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اگر به اونها بگویید که بیایید قبول بکنه چیزی رو که الله و رسول برای شما آورده است، میگه نه همون چیزی که اچهای ما میکردن، پدران ما میکردن، پدرکلانای ما میکردن، همون برای ما کافی است. صاحب تفسیر میگه در اینجا، میگه که از دو ناحیه اینجا الله سبحانه و تعالی کسانی که تقلید میکنن از گذشتگان خود را، اینها رو چی میکنه؟ ذمشان میکند. اول این که میگه که و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا بها، که حاجی میرزا گفت فلان، اگر یک کار زشتی رو انجام دادن میگن که پدران ما این کار رو انجام میدادن و الله امر کرده است، این اجاب است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خداوند به فحشا، به کار زشت امر نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا به الله چیز را نسبت میدهید که نمیدانید؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون، گفتن که ما پدرانمان را همینطور یافتیم، بچهای ما میتون میپوشیدن، مامای ما میتون میپوشیدن، ما هم مثل اینا میپوشیم. در اینجا میگه که مسلمان ها یکی از امتیازشون این بود که مقلد نبودن، تابع بودن، تابع قرآن و سنت بودن، تا اینکه مسلمان ها گرفتار چی شدن؟ گرفتار همین بدبختی ها شدن. واتبعوا سنن من قبلهم من اهل الكتاب، مانند اهل کتاب، مانند یهود و نصارا و غیرهم فی التقلید لآبائهم و مشایخهم المنسوبین الى بعض الائمه علمائهم، تا اینکه مسلمان ها گرفتار تقلید کی شدن؟ تقلید پدرانشان، مشایخشان، کسانی که منسوب به اهل علم هستند، منسوب به ائمه هستند. ما حنفی هستیم، ما شافعی هستیم، ما اهل علم هستیم. الذين نهوا هم عن التقلید ولم یأمروهم به، که حتی همون علما، امام ابو حنیفه، امام شافعی، مردم رو منع کردن از تقلیدشان. فابطلوا بذلك حجة الله تعالى على امم وصاروا حجة على دينهم حتى ان الادعياء العلم الرسمي فيهم ينكرون اشد الانكار على من يدعونهم الى اتباع كتاب الله وهدى رسوله صلی الله علیه و سیرت السلف الصالح. و حتی میگه کار به جای رسید که علمای رسمی، علمای به اصطلاح حکومتی، می اومدن چیکار میکردن؟ کسانی که مطابقت از قرآن و سنت رو به اصطلاح به سویش دعوت میکردن، به اونها انکار میکردن. میگفتن نه ما باید تقلید مذهب خودمان رو بکنیم، ما باید تقلید بزرگان خودمان رو بکنیم، ما تاجیک هستیم، ما فلان هستیم، ما افغان هستیم. ببینید بزرگترین مشکلات امت اسلامی از این جا شروع میشه که مردم بیان ادعا بکنن که ما شیوه و رفتار کیا رو پیروی میکنیم؟ بزرگانمان را، پدرانمان را یا گذشتگانمان را. این غلط است. انسان نباید اینطور. ما تابع قرآن و سنت هستیم. ما
تابع دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، نه تابع فلان و علان. من یک موضوعی رو در اینجا خدمت شما عزیزان بیان بکنم. علما 3 گروه هستن. علما 3 گروه هستن. خوب عزیزان تاجیک، افغان، کسانی که میبینید این رو به یاد داشته باشید. این کاتگوری ها رو همیشه همراهتون داشته باشید. یکی از عالم امت است. یکی از چی است؟ عالم امت است. یکی عالم ملت است. یکی هم عالم دولت است. امت، ملت، دولت. عالم دولت چی کار میکند؟ همیشه هر کاری رو بخواد دولت انجام بدهد، وزارت کارهای داخلی یا وزارت امور داخله یا وزارت کشور در ایران، افغانستان، تاجیکستان اسمای مختلف دارد. این علمای مخصوص دارن، اینا آماده دارن در هر جا. با اونا زنگ میزنن، میگن جناب دامولا صاحب، جناب مولوی صاحب، جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین، هفته آینده قرار است جناب رئیس جمهور یا دولت همچین قانونی رو تصویب بکند. شما دیگه حواستون باشد در خطبه نماز جمعه در این مورد صحبت بکنید، این افکار عمومی رو آماده بکنید برای این قانون. یا اگر دیدن که بعد از صادر شدن قانون مردم اعتراض کردن، وظیفه این عالمان دولت چی است؟ که اینا میان چیکار میکنن؟ مردم میگن بله اطاعت از ولی امر بکنید، همه جا تینجی است، او حواستون باشد اعتراض نکنید، وگرنه آلتتان آلت عراق میشود. اعتراض نکنید مثل سوریه میشوید، اعتراض نکنید مثل افغانستان میشوید. چرا نمیگید که اگر اعتراض کردید، اگر واقعا عدالت در جامعه اجرا شد، مثل اروپا میشوید، مثل آمریکا میشوید، مثل امارات میشوید، مثلا کویت میشوید، مثل قطر میشوید؟ چرا این کشورها رو مثال نمیارید؟ مردم رو فقط میترسانن این عالمان دولت. اگر اعتراض کردید مثل افغانستان میشوید، اگر اعتراض کردید جنگ میشود، اگر اعتراض کردید داعش میآید. یک لولو خورخوره درست کردن، مردم رو میترسانن. این عالمان دولت هستن. یکی عالمان امت هستن. عالمان امت چی است؟ هر طرفی که امت رفت اینا هم با اونا میرن. امت اگر سرش لوچ کرد، زنها بی‌حجابی کرد، این هم یک فتوا درست میکنن. بزرگترین علامه های زمان ما فتوا دادن، گفتن که اگر که در یک کشوری حجاب ممنوع است، دختر مسلمان میتواند دم در دانشگاه حجابش را بردارد. علامه دهر شیخ یوسف قرضاوی رحمت الله علیه همین فتوا رو داد. اشتباه کرد. بله میگیم اشتباه کرد، غلط کرد، این فتوا رو داد. بلکه زن مسلمان برای حجابش باید اصلا هجرت برای چی است؟ هجرت به خاطر دین است که تو دینت را نجات بدهی. اینا علمای چی هستن؟ اینا علمای امت هستن. هر امت به هر طرفی رفت، اینا به طرفش میرن. امت اگر رفت به طرف مثلا ربا، بعد ببینید که اینا فتوا میدن که خانه خریدن از بانک ربوی اشکال ندارد، رهن دادن، گرو دادن اشکال ندارد، فلان اشکال ندارد، یهودی هم مسلمان از جنت میرود، مسیحی هم مسلمان از جنت میرود. اینها علمای امت هستن. هر طرفی که کشتی رفت اینا با همون میرن. یکی علمای ملت هستن. علمای ملت، علمای ملت ابراهیمی هستن، علمای ملت حنفیت هستن. اینها فقط هم و غمشان قال الله و قال رسول است. شکنجه میشن، زندان میشن، کشته میشن، شهید میشن، اما نام نیکشان میماند. امام احمد ابن حنبل شکنجه شد، شلاق خورد. علما آمدن پیشش چی گفتن؟ گفتن ای امام، تو بیا حداقل اینجا بگو که یعنی خلاص همین قرآن مخلوق است، از این زندان خدا خلاص کو. بعد از اون خدا کریم است. بعد از که زندان خارج شدی بگو نه من اونجا زیر شکنجه و چیزی گفتم. گفت اونجا پشت پنجره میبینی؟ دیدن که 10 نفر قلم و کاغذ به دستشان گرفتن منتظر هستن. گفت اینا منتظر هستن که احمد ابن حنبل چی میگوید. اینا که نوشتن
بعد از 1000 سال هم مردم میگن که یک قولی از امام احمد ابن حنبل هست که در زندان احمد از محمود، از علی، از جابر، از عکه میرزا، از باختری، از امام احمد ابن حنبل روایت کرده است که در زندان بغداد گفته بود که قرآن مخلوق است و این قول طرفدار پیدا می کند. به همون خاطر خون از بدنش جاری شد، استخوان‌هایش را شکستن، بر اثر همون آزار و شکنجه‌های زندان جان داد، اما نگفت که قرآن مخلوق است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رو در زندان انداختن، شکنجه کردن، اما هیچ وقت راضی نشد که در دربار یک خلیفه‌ای که به خدا خاک پای اون خلیفه ها به همه حکام کشورهای اسلامی امروز ارزش داره، خاک پایشان، غیرت دینی داشتن. والله یک زن اگر یک جای صدا میکرد با معتصما، اون معتصم از اونجا لشکر آماده میکرد به خاطر دفاع از او. امام ابو حنیفه در دربار همین چین خلیفه های حاضر نشد منصب قضا را بگیرد. پول به این طرف، منصب به این طرف آمده بود که بهش بگه بابا جان تو بیا قاضی القضات خلافت اسلامی شو. قبول نکرد، زدنش، شکنجه کردن، اذیتش کردن، قبول نکرد. ابن تیمیه شیخ الاسلام رحمت الله علیه نصف این کتابا بیشترش رو ببینید اینا رو همه رو در زندان نوشته. یک عمری در دمشق زندانی بود و در زندان وفات کرد، اما از کلمه حق برنگشت. جناب حاجی میرزا، با این ریش مبارک سفید، با این سن شما که شاید از 70-80 هم بالا باشه، آیا بهتر نیست امروز به خاطر قرآن، به خاطر اسلام شهید شوید؟ امروز به خاطر دفاع از عفت و ناموس و دین مبین اسلام تو رو بکشن، در تاجیکستان زندان بیندازن، شکنجه بکنن، اعدامت بکنن. مگر چند بار انسان به دنیا میاد؟ عاقبت مردنی هستی یا نیستی؟ چرا امروز با یک تلفنی که از وزارت کارهای داخلی میآید دست و پایتان میلرزد، دوربین رو باز میکنید، هرچی از دهنتان میاد میگید؟ مگر الله سبحانه و تعالی نمیفرماد که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؟ با کسانی که ظالم هستند همکاری نکنید، با اونها پناه نبرید، حرف آنها را گوش نکنید، در خدمت آنها قرار نگیرید که آتش به شما میرسد. از چی میترسی؟ از او پلیسایی که در زندان در تاجیکستان تو رو شکنجه میکنن. والله زبانیه جهنم، فرشتگان جهنم، یکی از اونها اگر به این دنیا بیاید، همه بشر از عذابی که او در این دنیا به اصطلاح مسلط میکند از بین خواهند رفت. یکیشان اگر بیاید، تحمل اونا رو داری؟ بروید کشته شوید، بروید شهید شوید، بروید شکنجه شوید، بروید زندانی شوید. حداقل ما امروز دعا بکنیم بارالها حاجی میرزا را از زندان ظالمین آزاد بگردان، نه اینکه امروز میلیون ها نفر لعن و نفرین بکنن که خدا لعنت بکند کسی را که در خدمت ظالمین و مستبدین و دیکتاتورها قرار گرفته است. شما نه برادرای عزیز، هیچ وقت فریب نخورید، هیچ وقت فریب نخورید. این یک مراجعت ما با این آدمایی که بگیم بیرون از کشورانو علاوه مونده استانو گویا که مردمت انا مقابل گویا حجاب شده است، مقابل دین برآمده است. فلان شکر خدای مهربان تاجیکستانی ما این امسال ببینید 7000 حاجی میرن حج میکنن. این مسجد رو ببینید، این همین بعد دهن پر میشود در نمازهای جمعه ما. این خیلی با بگیم در درون همین دوشنبه ما قریب هیچ نبودن 400-500 مسجد در یک درون پایتخت دوشنبه. ای شکر خدا مردم آزاد، مردم شکر عبادت چه کردی است، دعوت همون هست گفته است. آخر دیگه مقصد پشتیبانی ایدین چند تا میشود. بعدا مراجعت ما با همین دو نفری که به نام مولوی که به نام احمد فیروز، به نام عبدالقادری که برام میده، شما در همون لایک میمونید و تای کاسه نیم کاسه را دادار عزیز شما رو میدونید.
مطلب و مقصدهای یارو میدونیم. برای همین بهاگذاری ها تو نادرسته، اندیشه ها تو نادرسته. به خدا قسم به خاطر خدا میگم تو شاید که دل من اون قدری که به شما میسوزه دل احمد فیروز به توی قنا میسوزه، دل او عبدالقدیر به توی قنا میسوزه، این قدری که دل من به تاجیک خود میسوزه. شما رو آدمای ساده یافتن سوء استفادهتون میکنن. یک دویمش که همو برنامه‌های همو رو اولی میبینه. چه که من دولت داعش گفتم که مثلا ابوبکر بغدادی ایرا کی خلیفه مونده است، این چه حقی جهاد داره، کی اجازه داده؟ چه ربطی داره؟ یعنی چرا باید هر صحبتی که شد در مورد حجاب، در مورد ریش، در مورد مسجد، در مورد حج ربطش بدید به داعش، مردم رو بترسانید که اگر قبول نکردید حرف ما رو، حرف حکومت تاجیکستان رو، ما مثل داعش میشوید؟ ربطی ندارد. ثانیاً چرا مسائل رو قومی میکنید؟ امت اسلام یک امت است. جناب حاجی میرزا، شاید شما هم در بینمون کسانی بودید که چند صد هزار برادران عزیز تاجیک ما با خانواده‌شان در افغانستان مهاجر بودند و ملت افغانستان با وجود جنگ، نداری، فقر، بدبختی مهمان نوازی کردند، درهای خانه‌هاشان را برای شما باز کردند. اگر 2 اتاق داشتن 1 اتاقش به مهاجر تاجیک دادن، از شما کرا نگرفتن، از شما پول نگرفتن، لقمه نان خشکشان را با شما تقسیم کردن. شما امروز این بیگانه افغان، این تاجیک، این حرفا رو عیب است. این حرفا رو یک کمونیست بگوید، یک بیدین بگوید، یک سیکولار بگوید، یک ناسیونالیست بگوید، میگیم اشکال ندارد. اما از یک عالم دین، از شخص مثل شما عیب است که مردم رو به نام سمت و به نام قوم و به نام کشور به جان هم دیگر بندازید. ما همه امت مسلمان هستیم. دقیقاً این حرف شما مانند این حرفای مردم است که ما را چی به فلسطین؟ این جنگ عرب و اسرائیل است. اسلامی این اومد اثبات شیاف کو همه فهمید که موکیا سپارشیان. ببینید که چرا که احمد فیروز مثلا وقتی که طالب دخترها را از خواندن، حالا که طلب علم فرض کو برای مرد برای زن، چرا که اینها من کردن، چرا علیه طالب جهاد اعلام نکردی؟ چرا وقتی که مردم پنشیر مردم کشتن، تاجیک‌ها کشتن، چرا تو مقابل جهاد اعلام نکردی؟ ببینید اینا همه سخنهای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید دعوها فانها منتنه، بگذارید که این سخنها سخنهای گندیده است. مردم پنشیر رو کس نکشته. ببینید اکی میرزا، این عیب است برای شما که بیایید دروغ‌هایی را که بی بی سی و صدای آمریکا میگه. در پنشیر عده‌ای بودن جنگ کردن، کشته شدن. هر کس که جنگ بکند کشته میشود. در جنگ نقل و نبات پخش نمیکنن، در اونجا جنگ کردن کشته شدن. هم مردم عام پنشیر الحمدلله امروز دارن زندگیشون میکنن، کسی به اونا کار نداره. امروز در بین طالب ببینید باز این حرفا رو که زده مرد میگه این میگه طرفدار طالب است. طرفدار طالب و امارات من نیستم. واقعیت است. امروز تعداد طالبای تاجیک در داخل طالبا، در داخل ارتش، در داخل اردو، در داخل نیروهای خاص بیشتر از پشتوناست. باورتان می شود؟ رئیس ستاد ارتش که به اصطلاح میشه فرمانده کل نیروهای مسلح فعلا در افغانستان، مولوی فصیح الدین تاجیک است، از بدخشان است. ایخیدی کشمی بدخشان است. مسئله پشتون و تاجیک نیست جناب حاجی میرزای عزیز. این مسائل رو شما دامن نزنید. والله برای شما عیب است. عیب است که شما این مسائل رو دامن بزنید. علمای تاجیک کشتن تو نه از یار علی ممکن گوش کنی، ممکن مثال مردم افغان ما را گوش کند که دکتر ایاز نیازی تاجیک نبود، مولوی حیات الدین تاجیک نبود، این مولانا انصاری تاجیک نبود. همه را کی کشت؟ اینا را کی کشت؟ اینا را در زمان حکومت جمهوری امریکا کشت. استخبارات امریکا کشت. دولتی که به اصطلاح نوکر آمریکا بود کشت. شما اگر از اخبار خبر ندارید، این کسایی که اطرافتان هستن لااقل به شما بفهمانن که دکتر ایاز نیازی و صاحبی و اینا در وقت حکومت جمهوری به دست امنیت ملی و استخبارات امریکا اینها کشته شدن. و مولوی انصاری هم که داعش به عهده گرفت که از ایران آمده بود، به تحریک شیعیان ایرانی آمدن کشتن مولوی مجیب الرحمن انصاری رحمت الله علیه. سلام امید تیرک کردین بیچاره گریزش گریخ رفت. همه تاجیک نبودن.
بین همه را تشکیل کردیم. خودتون میدونید، خودتون بین خودتون گفتید اون محمد انصاری هم گفت که کاری دست طالبه، چرا علیه جهاد ایران کردیم؟ در همون وقتی که همینا رو کشتن، همین علما، همین دعوتگران جهاد اعلان کردن. جناب حاجی میرزا، علمای افغانستان، نه مسئله که مثلا من طرفداری از افغان ها بکنم، علمای افغانستان در طول 40 سال اخیر ما چیزی در حدود 500,000 عالم دین شهید دادیم. میدانید چند ملا شهید داد تاجیکستان؟ ما اگر در افغانستان روس رو شکست دادیم، انگلیس رو شکست دادیم، آمریکا رو شکست دادیم، ناتو رو شکست دادیم، با خون بیش از 2 میلیون نفر شهید شکست دادیم به یاری الله سبحانه و تعالی. نه اینکه با یک تلفنی از وزارت کارهای داخله بیایم اینجا برآمد بکنیم به مردم بد و بیرا بگیم. باور میکنید والله در شبها، در زمان همین حکومت‌های کمونیستی، در شبها 300 نفر 400 نفر عالم دین رو میبردن، یک گودالی رو بزرگی رو میکندن، در اونجا زنده مینداختن، رویشان خاک مینداختن. به خاطر چی؟ به خاطر که حق میگفتن. در این مسائل با افغانی بحث نکنید جناب اکی میرزا. اینو دوستانه به شما میگم، حرفی برای گفتن ندارید. مردم افغانستان درست است 40 سال جنگ کردن، در این 40 سال فقر هست، بدبختی هست، مشکلات فرهنگی هست، مشکلات سیاسی هست، مشکلات تعلیمی هست. یک 5-6 سال جنگ در تاجیکستان روزی رو در تاجیکستان آورد که شما رو با خدا ازبک خانای تاجیک رو میسوزان، تاجیک خانای ازبک رو میسوختان، چقدر به ناموس مردم تجاوز شد، چقدر زمین ها خانه های مردم رو بردن. یعنی یاد شما که هست، حداقل اگر یاد جوان ها نباشد. در افغانستان 45 سال است که این جنگ دوام دارد و نه جنگ بین حزب نهضت و بین حکومت تاجیکستان، جنگ بین یک کشوری به نام افغانستان، اتحاد جماهیر شوروی، جنگ بین افغانستان و ایالات متحده امریکا و ناتو. 42 کشور دنیا با همه امکاناتشان آمده بودند، لکن این مردم، همین مولای انصاری، همین عیاض نیازی رحمت الله علیه و همین علمایی که شما ذکر کردید، همه تاجیکا کشته نشدن. دکتر عاطف تاجیک نبود، پشتون بود و صدها نفر از علمای پشتون هم کشته شدن، شهید شدن. از ازبک هم کشته شد در افغانستان، از ترکمن هم کشته شد در افغانستان، از صوفی و حنفی و سلفی و دیوبندی و از هر گروه شهید شدن در افغانستان. حق رو گفتن. از داخل پارلمان مردم اعلان جهاد کردن بر علیه آمریکا. شما جرأت دارید یک بگید که یک نامش تنها بگویید؟ خود رحمانوف بگویید، جناب عالی، جناب پرزیدنت محترم، 4 تا القاب ذکر میکنید، یک نامش تنها گفته میتوانید؟ این مسائل رو دامن نزنید جناب حاجی میرزای عزیز که حرفی برای گفتن ندارید. چقدر جهاد ایران میکنه، چقدر دخترای کودک مایده را همون مثال ریش کلونا و همون سالا کلونا و همون سین سالو میان میخرن. 15 ساله و 10 ساله مثال دخترها رو ورده خریدن. شما میدونید که برای چی میخرن؟ چرا علیه اون مثال جهاد نمیگه؟ یعنی ببینید این گپ های گندیده است. یک گزارشی BBC از فروش کودکان پخش کرد و این در هر کشور هست. در دبی که دبی است آدم فروشی است، در آمریکا هم هست، در اروپا هم هست، در کل دنیا هست. حالا در یک منطقه به هر دلیلی مردم فروخته بودن کودکشان یا میخواستن بفروشن. گزارش BBC بر این بود که میخواستن بفروشن. این رو بیاید بر یک ملت بزرگ و شریف مانند ملت افغانستان تطبیق بدید، بگید که اینا کودک فروشن، اینا لواطت کارن. ما لکم کیف تحکمون. این به این میمانه که خدای نکرده مثلا به خاطر چند تا زن یا مردی که از تاجیکستان فلان گناهی رو انجام میده ما به کل ملت تاجیکستان رو متهم بکنیم. این حرفا رو جناب حاجی میرزا، علمای ما گاهی اوقات عقلشون خوب کار نمیکند، یعنی گاهی چیزایی رو میگن از طرف وزارت کارهای داخله، اونها که میشینن اینو پلان میکنن، برنامه ریزی میکنن، میبینن پیامدهای این صحبت ها چه خواهد بود. این صحبت ها رو
تقریبا همه این کسانی که از طرف اوباب مسئول شدن که این صحبت ها رو بکنن این همین چیزها رو اشاره میکنن که تا سبب شود که اونجا افغان ها عصبانی شوند، جواب بدهند، بعد شود جنگ بین کی؟ تاجیک و افغان، که انشاءالله الله سبحانه و تعالی این برنامه شوم اوباب رو الله متعال انشاءالله ناکام میکند. اما عیب در این است که کسانی با ریش سفید با عبا و قبا مثل حاجی میرزا و مولوی عبدالرحیم و غیره، اینها هم آلت دست وزارت کارهای داخله قرار بگیرن. عیب است، این شایسته یک عالم نیست. امام ما، امام اعظم، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در دربار خلافت اسلامی قاضی القضاتی را قبول نکرد که نشود یک جای ظلمی انجام بدهم و پاسخ الله سبحانه و تعالی شما چطور قبول میکنید در یک نظام استبدادی دشمن دین، دشمن اسلام در اونجا میایید و توجیه میکنید؟ شما اینقدر گیرای فروشی که مشهورین در روی عالم، شما علیه اونها مثلا چیز نمیگه مولوی بانو مولوی، فقط مطلبتون مقصدتون ببینید. میگه هیروین فروشی. امروز گزارش های سازمان ملل ثابت کرده است که در این 3 سال اخیر کشت و تولید تریاک در افغانستان تقریبا به 0 رسیده است. جناب حاجی میرزا عزیز، اونایی که قبلا کشت میکردن همان کسانی بودن که از او استفاده میکردن، تجارت میکردن. اونا که رفتن الحمدلله دیگه کسی نمیکارد در افغانستان. در روی توجیه برای که اینجا معلوم است، برای اونی که مثال ما را چی بگیم، من آدم سیاستمدار نیستم، ولی مناسبتاتون به خاطر اونی که شما توجیه بد میبینن، توجیه که مثال بی‌نهایت علی همه استراکتور دولتی توجیه پیش کرده گیرد. این معلوم است که همین مناسبتون رو باید خاطر میرونن. ببین شما علاقه ای اوجا اونا که امرتون میکنن، شما گرفتن همه در مقابل توجیه خیزوندن، میخواهید که همینجا رو به اون رنگ کشورهای خطابوری تبدیل بدید. لیکن ان شاء الله از خدا امید هیچ وقت دیگه این قدرت هیچ کدوم پیدا کردن نمیتونه. یعنی همه اینها صحبت‌های متعصبانه و قضیه افغان و تاجیک و اینا رو مطرح کردن، اینها همه برنامه‌هایی است که از طرف وزارت کارهای داخله چیز می‌شود، دیکته می‌شود و یک اکثر ملاهای ما، داملاهای ما خودشان هم اعتراف میکنن سیاستمدار نیستن، سیاست نمیفهمن، از اینها به عنوان ابزار استفاده میکنن و والله فردا به شما هم رحم نمیکنن. این گپ من فراموشتان نشود که به شما هم رحم نمیکنن. اینها روزی خواهد رسید، باور کنید اگر همینطوری با اینها ادامه بدید، روزی خواهد رسید که میگد اکی میرزا یا زنت میاری اینجا در پیش روی رئیس جمهور میرقصانی یا اینکه میکشیمت. باور کنید اون روز میآید. امروز این تاریخ 7/6/2024 رو یادداشت بکنید. اگر روزی مجبور نکردن که همین ملاهایی که امروز در کنار این حکومت میستن، حرفای این حکومت رو که بالا اینها با یک تلفن باب میگد این رو بگو، میگه اگر فردا اینها رو مجبور نکردن که زنهایشان رو بیارن در پیش روی جناب عالی برقصانن، باز هر چی میگفتید بگید. صحبت های دیگران هم در این زمینه همه مثل هم است، فرقی نمی کنه. اینجا ایشان عبدالرحیم هم صحبت کرده است. دوستان اگر بگذارم. بعضی هنگام های برپا شد، بعضی سخن های پست بلندی گفته شدن، بعضی دعوا و جنجال های هنگام های برخواست که از حکم آگاه نگشته کارهای انجام دادن که گمان میکنم که سبب همین فتنه ها شد. از جمله یکی از همون مبلغا با نام عبدالقدیر که دعوای مولویگیر هم میکرده است. اصلا مولوی شخصی را میگن که معلومات عالی دینی دارد و یک مفکوره اسلامی هم دارد. همه آشکار دعوت کرده است که در تاجیکستان جهاد فرض عین گشته است. به خاطر الله آیا تو حقی همه فتوای جهاد داری؟ هیچ جاهلی است، هیچ بیعقلی است. هم یک بزرگی میگه که و غیر تقین یأمور الناس بالتقی طبیب یداوی و طبیب مریض. آدمی که تقوا نداره وقتی مردم به تقوا دعوت میکنند، این مسئله همون طبیب را میگه که سرش کل است و مردم هم میخواد تبابت کنه. او کل باشی طبیب باشی سری کلی خطا تبابت که میگن در عرفیت مردم. از برای خدا اما شما ملک کشوری خطانه
به افاقه بیاره اصلاح کنه همون عیب کمبودی های خود کم است مگر که او دست دروازی میکنه سخنهای هر خیلی بیان میکنه کسایی که خواهان امن و امنیت مملکت ما نیستن همونو را وادار کرد که از فرصت استفاده برای همین شخصای فرصت طلب همین دعوا و جنجال را بردارن در بعضی نوارها خطیبان کشور همسایه افغانستان به جهاد دعوت کردیم از برای خدا و مقابل که جهاد دعوت میکنه و مقابل 98-99% مسلمانی که در همین سرزمین زندگی میکنن از خدا بترسید. هیچ کس بر علیه ملت تاجیکستان یعنی اعلان جهاد نکرده است. خب این چیزایی است که مجبور میکند ریاست مبارزه بر ضد جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله که صحبت ها را بکنید، مردم را بترسانید. یه اهداف پنهانی است در پشت سر این. همون فتنه‌هایی که همون بدبختی ابوبکر بغدادی سر مردم مسلمان آورد برای شما را درس عبرت نیست که یک کشورهای نازنین را مثل متوجه شدید صحبت های ایشان با صحبت های حاجی میرزا همه اینو مثل هم است. فقط انگار یک نصی نوشته شده است برای هر کدام اینا فرستادن که این چیزا رو بگویید. سوریه و مثل عراق و خون خواب کشید و جنگ کشید که تا به حال مردم به خود ناومدیدند همه کفایه نیست. از همین خاطر من بسیار خواهش میکنم همون کسایی که آگاه نیستند اما متاسفانه زبان دروزی میکنند قبل از اون که سخنی را میگویند یک وری همون مسئله را ببینند و برادرای جوانی را که متاسفانه بعضا از شریعت آگاهی ندارند فند و فریب بعضی بنام همین مولوی ها را خورده و شاید که عقیده هاشون ویران میشه و دست به کارهای نادرست میزنند دهرشون دعا میکنیم که خداوند هدایتشون کن اصلاحشون کن. الحمدلله رب العالمین در این ملک سرزمین ما علمایی که از شریعت آگاهی دارند کفایه است که به هر سوالی که اگر مراجعت کنند پاسخشون میگیرند و آخر دعوان و الحمد. بله دقیقا همه صحبت ها مثل هم است. اینم که باز ناراحت نشود مولای باختری صحبت های اون رو هم بگذاریم. البته یک صحبتی در مسجد دارد اون رو میگذاریم بهتر خواهد بود. اشتباه خطایی گرفتند و محکوم کردند تاجیکستان در حالی که از ما خبر ندارند. مورد خطاب قرار دادن شهروندان ما و شما را و اگر گوش کرده باشین میگه خواهر اسلامی زنگ زد بر ما گفت همون خواهری که زنگ میزنه ما در زنگ میزنه ما را بسیار زنگ میزنه ما در شبکه‌های اینترنتی ما جوابشو نمیدیم. یعنی ما به شما زنگ میزنیم از برنامه زنده جناب مولای صاحب باختری الله سبحانه و تعالی شما را در باختر و در هر منطقه‌ای که هستید سعادت و خوشبختی نصیب بکند. جناب محترم همین رومال رو پشت گردن بستن در دین اسلام هست؟ جواب بدید. شما اگر که واقعا اختیار دارید جرأت دارید بیایید در خطبه نماز جمعه آینده خودتان ویژگی های حجاب اسلامی رو بیان بکنید. فرق بین حجاب زن و دختر ابو جهل و ابو لهب و بین حجاب همسران و دختران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را فرقش رو بیان بکنید که زن و دختر ابو جهل و ابو لهب چادر رو پشت سر میبستن رومالشان رو، همسران پیامبر و دختران پیامبر چادر رو اینطوری میبستن روی سینه هایشان و روی گردنشان میانداختن. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن مطابقت از آیت قرآن کریم. بیایید این رو بگویید که حکم آن کسی که میآید یک دختر تاجیک یک زن تاجیک رو در راه از اتوبوس پیاده می کند در جلوی بیمارستان در جلوی اصلا بیارید یک دختر با حجاب رو در مدارس تاجیکستان که با حجاب با رومالچه اجازه داشته باشد که وارد مدرسه شود. بیارید یک نمونه. یعنی میدانم مجبور هستید، اسیر هستید، زندان هستید، این چیزا رو باید مجبوراً بگید، اما به این اندازه که دیگه مجبور نیستید. در صلح زندگی میکنن، امن و امان مسلمانان از
پرزیدنت محترم سر کرده تمام شهروندان الحمدلله قاریای قرآن حافظای قرآن ما شما اهل علم و دانشمندایی داریم که دو هستن جهاد اعلام کردن که در حالی که محکوم میکنه اونا که حق ندارن که ببینید کل صحبت هایی که میشه به یک سبک است که انه به شکل نقاط به همه اینها گفته شده است که این حرفا رو بزنید. بر کشور دیگر یا بر کشور ما و تاجیکستان عزیز ما چنین اقدام بکنن. اونا در حالی که خودشان در چند سال 40 سال که زندگی میکنن اینقدر خرافات و اینقدر خلاف شریعت در اوجا انجام میشود. یک عالم ما یک عالم ربانی ما برای ما یگون ویدیو یگون مراجعتی نمیکنین. شما 40 سال خودتان اصلاح کنین. شما که اقدام میکنین در حالی که شما در خلاف شریعت ما و شما از شما بخبری که لوتگری های در اوجا آدم ربایی های آدم فروشی های در بازارهای ما گوسفند گاو میفروشن. شما آدم میفروشین. ببینید همون صحبت هایی که حاجی میرزا میکند، مولوی عبدالرحیم میکند، حین همون به ترتیب ایشان میکند. چرا؟ چون همه اینا از وزارت داخله آمده که بعد این حرفا رو بزنید. خلاف شریعت چی کارهای مرتکب گناه میشه؟ شما حق نداری که بر تاجیکستانی ما اقدام کنید که جهاد اعلان کنید. شما کی هستین که از پیش خود جهاد اعلان میکنید؟ امروز شما از چیزی خبر نداریم بعد میگین سطر حجاب ممنوع کردن. سطر حجاب شما میگین که ما میگین سطر حجاب نیست. سطر حجاب کلمه عربی است. سطر حجاب به معنای سطر یک پرده پوشاندن، یک سطر یک عیب پوشاندن که خداوند سطر عیب میپوشونن، مثلا یک عیب پوشاندن. کلمه که سطر حجاب عیب نیست به معنایی که امروز که پیروی میکنن از تمام جوشان محکم میکنن و فرنگی میکنن یا نقاب میکنن، منظور همین سطر حجاب عیب نیست. بله ای از شما نیست اما از اسلام است، از دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است. میگه از فرنگ است، از فرنگ است، یعنی از اروپا است. یعنی اینقدر انسان بی حیا میتواند باشد که حجاب همسران رسول الله، دختران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، حجاب همسران صحابه رو، یا این یک واقعیت از سیرت رو برید بخوانید که یعنی رنگ سیاه حجاب این سنت همسران رسول الله، زنان صحابه بوده است. آلیسته ایست ما میگیم حجاب هر رنگی باشد اشکال ندارد مادامی که جلب توجه نکند. اما این از فرنگ آمده است، از اروپا آمده است. این هم مجبور کرده وزارت کارهای داخله که باید بگید شما. ما هم اون محاکمه میکنیم. ما هم خلاف شریعت که میپوشند امروز هر کجا شما میخواین امن و امان ما را ببرین، آسایش و آرامش ما را ببرین. همین سال حساب کردن 7,000 آدم حج رفتن، چندین هزار آدم روزادار بودن، تراویح ها در تمام مسجداش 5 وقت نماز میخوانند، تمام مردم در صف نمازن. یه چقدر گازی ما و شما امروز نماز با جماعت خوندیم. مردم تاجیکستان مردم دیندارن، مردم دوستدارن. از طرف افغانستان دو قادر و فیروز و فلان میبراین و حق ندارن که در اینجا اقدام کنن. و حق جهاد گفتن ندارن. ما الحمدلله اهل علم هستیم. ما در میز مدرب شدسته ایم. ما خمون همان حلقه علمی داریم. هر مسئله دینی که میشه ما خمون حل میکنیم. ما هیچ وقت خط قرمز یا خط سرخ حکم الله را نمیگذاریم بریم. سال پیش موی ما و چای ما میپوشیدن، رو مال همینطور میگرفتن، میپرتافتن، کرتای کشاک داشتن، لباسای تی داشتن. ما محکوم میکنیم سطری که تنگ باشه و بعد بستگی باشه یک تورا بکشه. الحمدلله امام بخاری تاجیک بود، علما بود، ترمیزی علما بود. همه اینا که علمایی که هستن از ما بودن که در جهان ما وقتی حج میریم ما رو عربا پیشمون میبوسن که شما نسل امام بخاری. ما نیاز به دیگه ملایی نداریم که ما را امروز جوانای ما را مخصوص شستشو کنن یا دخترها پای ما را شستشو کنن که شما اقدام و حق نداره نگه بزنن. بس عزیزان من بازم از من و شما یک گوش زده که اسلام در دله، فقط همون اسلام در دله. یعنی چی؟ اسلام اقرار باللسان است، تصدیق بالقلب است و عمل به جوارح است. در قلبت ایمان میآوری، به زبانت اقرار میکنی، با عمل کردن به دستورات الله و رسول ثابت میکنی. این عقیده باطل است، این عقیده اهل سنت نیست که کسی بگه ایمان اسلام فقط در قلب است.
این عقیده اهل سنت و جماعت نیست. و طور شریعتیش انجام بدین. لباسای پوشاد و رومالای چی امروز بر نقاب فرنگی و دیگه و الحمدلله اهل بیت با خیش تبوری ما همش لباس دارن، همش روایتی ایجابه کردگیه. بعض از اونی من دعا میکنیم خداوند کریم تینجی و امالی در سراسر دنیا. بله، این بود گوشه از صحبت‌های اینا که مجبور شده بودن از طرف اداره اوباب یا ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در مورد این صحبت‌ها و عکس العمل نشان بدهند و این نشان میداد که الحمدلله این صحبت‌هایی که شده و کارهایی که صورت گرفته الحمدلله نتیجه داده. امیدوار هستیم که جناب رحمانوف سر عقل بیاید، دست از این خودخواهی‌ها و استبداد و ظلم و ستم بردارند. اگر میخواهند که این حکومتشان دوام پیدا کند، اگر میخواهد که الله سبحانه و تعالی او را از عذاب برهاند، با مسلمان کاری نداشته باشید، به اهل دین کار نداشته باشید، به حجاب زن مسلمان کار نداشته باشید. والله ما هم نمیخواهیم که خدای نکرده ناامنی شود، ناآرامی شود، دماغ کسی خون شود. هیچ کسی رو در هیچ جای دنیا نمیخواهیم. منتها عزت، شرف، ایمان، عقیده، اینا خط سرخ است. اینا خط سرخ اسلام است. اگر خواستید از این خط سرخ بگذرید، مثل اون جوانی که امروز یا دیروز در کلاب 3 تا پلیس میان که چادر همسرش رو عوض بکنن، میزنه 2 تاشو میکشه، یکیش هم زخمی میشه. این کارا رو مردم و شما به خشونت دارید دعوت میکنید. با این قوانینتان مردم رو به سوی خشونت، به سوی افراطگری دعوت میکنید. پس گناهتان را به گردن افغانستان یا غیر افغانستان نندازید. تقصیر خودتان است. این قوانین شما سبب میشه که مردم به طرف افراطگرایی رجوع بکند. بیننده عزیز از تاجیکستان، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکای انصاری خوبی؟ سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما. شما سلامت باشه. خب باعث جای تاسف از برادر انصاری که از زبان همچون یکی از علمای تاجیکستان حاجی میرزای عزیز چنین گپ‌های را میشنوی امروز که نسبت برادران افغان مثال زبان درازی میکند، در پهلوی طاغوت جای گرفته است و خود رو نمیدونم یک وارث دین میشمارد. اما از همون روز پیدایش که همین عالم های ما پیدا شدن تا امروز نتیجه گیری کنیم، فقط همین درس به غیرتی را آموزاندیم برای ما، برای ملت جوان. نتیجهش این است که یگان شاگرد ندارن که یگان شاگردی با غیرت پیدا نکردم، تربیه نکردم که امروز ببراید در مقابل ظالم گپ زنم. نه دوملا رحمتی، دوملا حکمت الله، نه ایشان نورالدین جانش، نه حاجی مرزاش. نتیجه گیری ما به خلاصه من خودم آمدم که فقط اینا تا امروز به ما درس به غیرتی را آموختن. باید که تو برای ما اساسا اسلام پایه استوارش از غیرت است، از مردانگی، از شجاعت است. اینها خودشون که غیرت که ندارن با ما را به یک راه تربیه کردن تا امروز آوردن رساندن که غیرت را از ما از دست دادیم. برای همه برادر جان من به همه با 2 مصرع شعر در خود خودم خلاصه میکنم. بفرمایید. برای همه ملاهای درباری هستند اگر اجازت باشه. بفرمایید. شما اول یک سوال، شما همین کمیترهای که روز من نگاه میکنم اکثریتش قریب 90 چند فایزش به زبان با حرف کریلی نویسندگی. شما همینا را خوانده میتونید میفهمیشون؟ بله تا اندازه ای، اما در اثنای برنامه زنده متاسفانه من نمیتوانم هم کامنت ها را بخوانم و هم یعنی برنامه اجرا بکنم. بله. به خاطر که من نظر کردم قریب اکثریتش به همه همزبانان مثال همه همشهری من است. برای همه من مناسب دیدم که در همه برنامه شما همین 2 مصرع شعر نسبت همه ملاهای درباری بخونم. بفرمایید. مثال هرچند که مثال به لهجه خودم میخونم انشالله امیدوارم که میفهمید. لهجه شیرین تاجیکی را میفهمیم انشالله. بفرمایید.
وارث شیطان گشتی مجرمی پیشوا پرست. او همو پیشوا نبود که تحقیر دینی تو کرد. پیشوا یعنی امیر رحمان کثیف. درست. بهر حفظ قدرتش ملتش را قتل کرد، ترور کرد. معن کرد او رفتن مسجد 17 ساله را. مال ترک است گفت، مال ترک است گفت سطری خواهری بیچاره را. وارد میدان شو ای عالم اسلام ما، کی برای راز خواهی برد خاص و عام ما. حاجی مرزا تو بودی دوستدار و پیشوای همه، خطبه های جمعیت را گوش می کردیم همه. حاجی مرزا دیده و دانسته خود را باختی، آن همه دادی خدا را کرنمک نشناختی. حاجی مرزا تو ببین که خودنمایی میکنی، بهری دلخوشی پیشوا خوب مداحی میکنی. حاجی مرزا پیشوایت را بگو که بس کن، مادران را بیش از این تحقیر و توهین ها مکن. مادری تاجیک تحقیر می شود هر صبح و شام. حاجی مرزا بی صدای و بی زبان آب را گرفت از در دهان. حاجی مرزا مرد باش از سطر مادر کن دفاع. یک روز پیشوای جاهل تحقیر و توهین به ملت کرده گفت، من نمیگذارم زنان را که حجاب بر سر کنند. مادران را جاهل و به معرفت خواند، گفت راهگم گشتند در زندگی. حاجی مرزا تو فروختی دین و هم آیین را، تاقی و لاکید بسوزد حاجی مرزا غب غب. 40 سال و پنجشنبه نه نگفته خوردی، لاکیت را پور کردی بردی. خوردی اوقاتی میت را قرضدارش کردی، لقمه نان یتیم با اشتها هم خوردی. لحظه شرمت نیامد از خدا، خوردن حق یتیم را او حرام گفت بر شما. توبه کن و بازگرد از طاغوت پرستی سود نیست، تا نگردی دوزخی همراه فرعون زمان. خب برادر گرامی، یه درباره همین ملاهای درباری بود که امروز ملت رو تنها گذاشتن و در پهلوی طاغوت قرار گرفتن. سلامت باشید. تشکر برادر عزیز. تشکر از شما. که ادبیات شمیوات میفهمن که درباره کی هستن. تشکر از شما. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از این بیننده عزیز و گرامی. عزیز دیگری از تاجیکستان. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. استاد من شما خفا هستم. بفرمایید. مفاکری که شما این سرنامه این لعنتی های پشتگیری میکنید توضیح برامت هم گوشندید. اینو مقصد وای نیستن، اینو مجبور هستن، اینو مجبور نیستن. این سرنامه اینو همه موضوع امنیت هم. والا یعنی میگن که قول معروف است، میگن التمس لاخیک عذرا، یعنی یک عذری برای برادر مسلمانت بتراش. به خاطر همین یعنی ما سعی میکنیم که عذر برایشان بتراشیم. الله سبحانه و تعالی هدایتشان کند. وقتی که مجتمع باستن این لعنتی ها حق کرن، وقتی که ریشا مایکران این لعنتی ها حق کرن، اینو لعنتی هم، اینو لعنتی هم اینو. الله المستعان. الله المستعان. الله المستعان. ما بوری اول است که در سودی مورد میکنم کمتر محایجان افتاد. الله مطالبستان کند. خداوند حفظ کنید، به حضرت میداریم. سلامت باشید. در حق مسلمان های تاجیک دعا کنید استاد. الله مطالبستان کند. الله مطالبستان کند برادر عزیز. آمین آمین. سلام علیکم. تشکر از شما. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. استاد محترم سلام علیکم و
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صحت شما خوب، جان شما جو، حالا بسیار دقیقی ماندیم تلفن‌های شما هم خدا بسیار سلامت باشید. مصروف است دیگه. بفرمایید، در خدمت شما هستیم برادر عزیز. بسیار آرزو داشتم که برای شما یک صحبت کنم. شکر که شما گفتی که در روی لین تانستم بیارم. سلامت. از طرف خیره؟ سلامت باشید، تشکر از شما. امی که برادر ما که بیشتر راجی به چیز زنگ زدن، راجی به مسئله مولای اسام. مولای اسام، من خودم 65 سالم بردارم به کانادا زندگی میکنم. 44 سال میشه از افغانستان سال 1979 کمونیستای بدبخت که سر قدرت آمدن ما بر آمدیم. اما شما باور به خدا میکنین استاد محترم که فامیلای ما همیارم در افغانستان هستن، یعنی هر روز هفته 4 دفعه 5 دفعه ما زنگ میزنیم، احوال میگیریم. باور به خدا میکنین که اینا میگن یک حکومت عمریست در افغانستان، در حالی که ما خودم یعنی اصلا نه طالب بودیم نه طالب شدم میتونم و غیرت اگر که طالب داره ما نداریم و خودم شخصا خودم میگم. و این برادری که زنگ زده بود باور میکنی که اینا از کسایی هستن که اینا اسپیکر فرانسه است، امریکاست، این کانادایی که ما زندگی میکنیم اسپیکر از یاست. چیزی که اینا میگن این نوکرایشان میگن. همین بیشتر برای شما میگن که چقدر مردم در زمانی از یا غرق بحرا شدن، گریخته میرن. از برای خدا مرده هایی که در وقت غنی بود امی طالبان و مردایشان آورد. هر روز ما میدیدیم که کشتی ها در راه یونان، در راه ترکیه، در راه ایران اینا غرق میشدن. حال از گفتی که از گوه حدودش نمانده که کسایی که میره و خودشان میره و اگر طالبان اینا رو در زندان پردن منع کنن اول یاره پاسپورت هم میدن. پاسپورت هم آزاد گذاشتن، همیشان بیتانه آزادانه پاسپورت بگیرن برن. یعنی مردم یعنی نمیفهم که مردم چرا گردن خدا بسته میکنن. آیا آخرت هم در نظر نمیگیرن؟ آیا نمیبینن که امروز یک لحظه زندگی خدا کسی گارانتی که میتونه که آیا من میتونم زنده باشم؟ به حضور الله پاک اینا میرن، چی جواب میدن؟ سر یک حکومت اسلامی اینا دروغ میبنده. از برای خدا در حکومت طالبا هزاران طالب بیچاره باور میکنین که ماش ندارن، با یک شکم نان فی سبیل الله کار میکنن. از دوستایم بچهای تیم ملی افغانستان که در زمان 79 که من یارا کشیدم از پاکستان آمدن و جرمنی هم یاد هستن، شاید سبرم بشنوه. یکیش چی بود به شارنو زندگی میکرد، میگم یه بنام قماندان الماس، میگه که من 300,000 دلار امریکایی میره گرفته بود، میگه مرا نمیداد، تابارم نداده، میگه در ترکیه فرار بوده. این گفت من یک روز گرفتم، بسیار هوا سرد بود، گفت برشان گرفتم و می 4-5 طالبی که تمام شارنو اینا نگاه میکردن. از ترس همین 4-5 نفر میگه پشه پر زدن، میگه بوتا کالا اینا برشان خیلی بردن. میگه 3-4 نفر طالب برای گفت که میدن اجازه نداریم میگیریم. میگه مردم چرا؟ میگفت که هر وقت که اگر نفر ما مشت ما بیاید اگر اجازه بده ما میگیریم در غیر زونی. میگه خلاصه گفتم مشتتان کی است؟ میگه تلفنش داد، تلفن کردم، میگه ای آمده که چند ساعت بود که رفتم. میگه من گفت که خیریت است. میگه من گفتم این لباسا را اینی دهی زمستان برایشان موزک رسید دیگه این نمیگیره. میگه که من خود سعی کنم که خود همین مشتی از یا کلال از یا دموز زمستان دمو برف چپلیده پایش. الله المستعان. میگه من گفت که بسیار زیاد تشکر، من اجازه میتونم شان اگر میخواین بگیرن. میگه دادم. میگه من گفتم که قماندان صاحب خونه میگم که می قماندان گفت بعدم میایه، گفت من برات میگم که مشت اگر اجازه میدی که یک بوتای یگان چیزی برای خودتان بگیرم. میگه من گفت نیدی بسیار زیاد تشکر، من دفتر ما دارم، من نمیخوایم بگیرم. یعنی چرا مردم گردن خود بسته میکنن؟ من
79 که از افغانستان برآمدیم هجرت کردیم، زمان شاه بود، در ایران رفتیم. درست. ایران وقتی که خمینی آمد تو گفتی چی پرابلم ها زیاد شد، ما پس فرار کردیم. شب اول آمدیم دیرات بودیم، شب دوم کابل بودیم، شب سیوم جالبات بودیم، شب چهارم پشاور بودیم، به خاطر که اولین کسایی که برای ضد چی روان میکرد، به حساب ضد حکومت روان میکردیم، جوانا روان میکرد. ما شاید وقت از بین میرسیم. و نموجه بودیم تا سال که اون وقتا برای افغان آلمان ویزا نداشت، ما آمدیم آلمان آمدیم. شما باور میکنید که زمانی که مسعود و ربانی و حکمتیار اینا نزدیک میشناسیم، در مجلس هایشان بودیم دیگهشان که ولیمت کلی جا میشه، یعنی مولوی اسلام من ندیدیم. با خدا باور میکنید که یکی از دوستان به من گفت قسم برات من میخورم، خودشم از پنشیر است. یک دفعه که شما گپ هم زده چند دفعه ما آواز شنیدیم، این میگه که بسیار معذرت میخوایم، بسیار معذرت میخوایم که گپ میزنم، میگه در مجلسی که بچه بازی می بود و رقص می بود، این مولوی اسلام ششتمی. این آدم قسم خورد. من به این خاطر میگم که این آدم دروغ نمیگه که سرزت نداره دروغ بگه. درست. چرا سر انسان آدم تومت کنه؟ ولی خدا ما را هدایت کنه. آمین. خدا سپیکرای امریکا را، فرانسه را، جرمنی را، کفار مشرکین را خدا اول هدایتشان کنه. اگر هدایتشان نمیکنه خداوند به قهر غضب خود. آمین. آمین. تشکر از شما برادر عزیز. دیگه مهربانی شما را اختار نمیگیرم. تشکر. خوشحال که شما سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر از شما. خدا نگهدار. تشکر از برادر عزیز. یک خبر خوشی امروز به من رسید، این رو میخوام با شما عزیزان شریک بسازم. دوستان این سفر رو میتونن نشون بدن؟ این یک دانشگاهی هست، مدرسه و دانشگاهی است که در کابل ساخته شد. تقریبا سالهای فکر کنم 2000 چند ساخته شد، بعد از آمدن آمریکایی‌ها. این مدرسه ساخته شد و اسمش هم گذاشتن دانشگاه خاتم الانبیا. این دانشگاه رو یا این مدرسه رو آیت الله آصف محسنی، رهبر حرکت انقلاب اسلامی شیعه، چون دو حرکت انقلاب اسلامی داشتیم، یک حرکت انقلاب اسلامی مولوی محمد نبی بود از اهل سنت، یک هم حرکت انقلاب اسلامی شیعه بود که از آیت الله شیخ آصف محسنی. آیت الله شیخ آصف محسنی از جمله علمای منافق شیعه بود که در افغانستان. چرا اینو میگم منافق شیعه؟ چون می آمد در رادیو در تلویزیون میگفت حضرت ام المؤمنین عایشه، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، صحابه. بعد مردم امام ساده هستن دیگه. شما مثلا کرزی کل افغانستان فروخت با امریکا، بعد از اون می آمد در پارلمان میگفت ما شعر هستیم، شعر. هم مردم چک چک میکردن برش میگفتن. اینطوری مردم ما کمی چیز سادگی دارن، یعنی زود احساساتی میشن، زود فریب میخورن. این آیت الله آصف محسنی هم اینطوری بود. من تعجب میکردم، یعنی خیلی کم در تاریخ آخوند شیعه، اونم در رتبه آیت الله، که یعنی شیعه هم باشه و اینطوری اعتقادات داشته باشه. تا اینکه یکی از دوستان رو مسئول کردیم در نجف، چون این مدت زیادی در نجف بوده و تالیفات زیادی به زبان عربی داره، که کتابایی رو در نجف برای ما خریدند و آوردن و من هنوزم در کتابخانه دارم، مشرحت بهارالانوار و صراط المستقیم و خیلی از کتابایی که این کتابا در افغانستان نیست، به طور عام نشر نمی شود. و این رو یک نکته هم میخوام در اینجا اشاره بکنم که کسانی که ما را ملامت میکردن در قضیه قاری عبدالکبیر حیدری و دزدی‌ها و دروغگویایی که کرده بود در قضیه درس خواندن در ازهر و اینا، چون متاسفانه اینها خواستن در خون اینا اگر رافضه‌گری باشه. ما با عموم برادران و خواهران شیعه با عمومشون هیچ مشکلی نداریم، بارها اینو گفتیم و ما تقیه نداریم اهل سنت که بخوایم با شما مجامله بکنیم، عقیده ماست. اما رافضه‌گری که در خون کسی باشه، این دیگه زهرشو میریزه یک جایی. المهم موقعی که این مدرسه یا این دانشگاه درست شد، عکس‌های این رو که دوستان برای من فرستاد، موقع هنوز صحیح تکمیلم نشده بود. در یک مجلسی بودیم، الله سبحانه و تعالی با نبیین و صدیقین و شهدا محشورش بگردن. یک برادر عزیزی بود، اسماشون رو ذکر نمی کنم، 2 نفر بودن.
وقتی که این عکس ها رو دیدیم من گفتم والا این مرکز نشر رافضه‌گری در افغانستان خواهد بود و بعدا هم اینطور شد. یعنی امروز که این خبر پخش شد بعضی آمدن، بعضی این سنیای اثناعشری که بله بستن مراکز و دانشگاه ها و فلان اینا راه حل نیست و فلان است اینا، بعضیشان از جهالت و بعضیشان از حماقت و بعضیشان هم از منافقت و بعضیشان هم از به خاطر جایی که میخورن میسوزه آمدن هزار افسوس کردن. اما اینا با یک روش بسیار خاصی در اینجا نشر تشیع میکردن. مثلا طلابی را از لبنان آورده بودن، از عراق آورده بودن، از پاکستان آورده بودن. بعد این طلاب برای درس خواندن نیامده بودن، یک چیز یعنی آمده بودن مثلا 2 سال در اونجا برای ماجستر مثلا یا ماستری میخواندن یا برای دکترا یا برای هر چیزی. اینا چی کار میکردن؟ شکار میکردن. اهل سنتی رو که در اینجا درس میخواندن شکار میکردن و با آنها می نشستن و خلاصه با گفتگو و با بحث مردم رو به سوی تشیع دعوت میکردن. خود اداره دانشگاه چی ما اصلا کار نداریم، برای ما شیعه و سنی فرق نمیکنه، اینم کتاب شیعه رو میخوانیم کتاب سنی رو میخوانیم. از این طریق نشر افکار میکردن. به طور مثال یک سنی اگر بیاد یک دانشگاه مذهبی درست بکنه طبق مذهب امام ابو حنیفه، بعد شیعه رو دعوت بکند بگید بیاید در اینجا شما هم درس بخوانید، آیا باورتان میشه که یک شیعه هم نمیاد؟ لیکن سنیای ما بیچاره به خاطر 4 روپه میرفتن در اونجا در اینجا چیز بعضی هم به خاطر مدرکشان. به هر صورت نکته جالب اینجا بود که وقتی که این مرکز رو درست کردن عکس ها گفتم این یک مرکز خیلی بزرگی برای نشر رافضه‌گری خواهد بود و در این زمینه گزارش هم آماده کرده بودم در اون وقت. این برادری که هر دوتاشون الله متعال قبولشان بکنه شهید شدن توسط آمریکایی‌ها در افغانستان، گفتن ان شاء الله به یاری الله متعال روزی میرسد که همین مدرسه و دانشگاه رو تبدیل به مدرسه دینی خواهیم کرد، تبدیل به مرکز قرآنی خواهیم کرد، تبدیل به دارالحفاظ خواهیم کرد، تبدیل به دانشگاه اسلامی خواهیم کرد. ان شاء الله یک روزی میآید. خب در اون موقع 42 کشور ناتو و آمریکا و قلدریا و حکومت و کشتن و B-52 سرتو بلند میکردی میزدن. به نظر من خواب و خیال بود، یعنی که چطور امکان دارد که یک روزی یعنی این مرکز به دست اهل سنت بیفتد. بعد تاریخ رو که میدیدیم دانشگاه ازهری که امروز مرکز علم اهل سنت است، بزرگترین مرکز علمی اهل سنت است، یک زمانی بزرگترین مرکز نشر شیعه‌گری بود در مصر به نام دانشگاه الزهرا بود. در زمان فاطمیون شیعیانی که در مصر حکومت میکردن. اما الله سبحانه و تعالی توسط قهرمان اسلام صلاح الدین ایوبی این حکومت رافضی باطنی فاطمی رو سقوط داد و مرکز تشیع تبدیل شد به مرکز اهل سنت. و امروز این خبر خوش رو الحمدلله شنیدیم که حکومت این مرکز رو بست، هم مدرسه خاتم الانبیا، هم دانشگاه خاتم الانبیا و هم تلویزیون تمدن رو که تلویزیون آیت الله محسنی بود عزیز به حرکت انقلاب اسلامی شیعه، و الحمدلله مراکز اینها رو بستن به خاطری که اولا زمینایی که اینا گرفته بودن زمینای دولتی و غصبی است و ثانیاً خبر دیگری جالبی که شنیدیم در مدارس اهل سنت و بعضی مناطق تدریس کتب فقه شیعه رو ممنوع کردن، چون در حکومت سابق به اندازه اینها در حکومت نفوذ داشتن که در مناطق اهل سنت فرزند من سنی مجبور بود که فقه جعفری بخواند. یعنی چی؟ کلش در افغانستان 5% نیستن، نهایتش 7%. ما مجبور بودیم که فقه اینا رو بخوانیم. به خاطر خوشخدمتی و نوکری آمریکا 19 وزیر در حکومت از اینا بود و رئیس امنیت و معاون اول رئیس جمهور و همه اینا. در صورت امروز یک اقدام نیک و پسندیده امارات اسلامی رو باید خوب باید گفت که این مرکز رافضه‌گری، این مرکز نشر رافضه‌گری رو در افغانستان بستن و همچنین مدرسه رو و تلویزیونشون رو. و خود شخص آیت الله محسنی یک انسان منافق بود، یک انسانی که با نفاق، با فتنه انگیزی میخواست که اهل سنت رو فریب بده. و من دوستان عزیز اگر فقط این صفحه رو بالا رو نی فقط همین قسمت تصاویر رو اگر بتونن نشون بدن، من همه کتاب های این شخص رو که خریده بودم اسکن کردم،
و صفحات اسکن شدهش رو دارم، کتاب های آیت الله محسنی رو، که انشاءالله در یک برنامه، سالهاست این آرزو رو دارم که در یک برنامه کتاباش انسان کامل، مشرحه بحر الانوار، بحوث فی علم رجال، تبلیغ عاشورا، جنگ در تاریکی، صراط الحق، عقاید برای همه، مشرحه بحر الانوار، همبستگی اسلامی، وحدت الامه الاسلامیه، همه این کتابا رو الحمدلله در اینجا ما داریم اسکن شده از بین. فقط یک مطلبی رو اینجا میخوام که یک نمونه رو نشون بدم. شاید بعضیا بگن که ببینید این انصاری چقدر آدم متعصب بوده، خوشحال شد از بسته شدن. بله والله امروز خوشحال شدم و امروز هی کاشون برادرانی که به شهادت رسیدن امروز زنده می بودن و می دیدن این صحنه رو که این مراکز نشر رافضه‌گری الحمدلله بسته شد و اون آرزویی که داشتن به تحقق پیوست و الله سبحانه و تعالی با کسانی که این تصمیم رو گرفته خیر دنیا و آخرت نصیب بکنه و اجر و پاداش برایشان نصیب بکنه که این مراکز نشر رافضه‌گری رو بسن. اما آیت الله محسنی کی بود؟ آیت الله محسنی فقط یک مطلب رو من از کتابش نشان میدم و قول میدم که انشاءالله در یک برنامه مفصل در مورد شخصیت آیت الله محسنی و کتابهاش و افکارش. این کتاب صراط المستقیم است فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه، تالیف محمد آصف محسنی، که این کتاب در قم چاپ شده، اصل در نجف نوشته شده این کتاب و در قم چاپ شده. و در این کتاب من این رو خدمت شما عزیزان نشان بدم. در باب دوم در این قسمت در اول چی میگه؟ فی ان الامام من اصول الدین، امامت از اصول دین است. اصول دین اگر کسی یکی از اصول دین رو قبول نداشته باشه مسلمان نیست. این میگه الامام من اصول الدین، امامت از اصول دین است. بعد ما ثبت وجوب نسب الامام علی الله تعالی، بعد از اینکه واجب شد که خداوند باید امامی رو واجب است که نصب بکنه و بطلان تعلقی به ناس و باطل است که مردم امام تعیین بکنن. یعنی در سقیفه که مردم حضرت ابوبکر، بعد از اون حضرت عمر و حضرت عثمان اینا تعیین شه، اینا همه باطل است. ان الامامت کالنبوه، امامت مانند نبوت است. من اصول الدین دون الفروع، از اصول دین است و از فروع دین نیست. یعنی چی؟ کسی که اصلی از اصول دین رو انکار بکنه چی میشه؟ کافر میشه. یعنی تکفیر همه اهل سنت، حنفی و شافعی و مالکی و انبلی، همه. دون الفروع المتعلق بافعال المکلفین و هو واضح، که متعلق میشه به افعال انسانهای مکلف، انسانی که بالغ شد، وارد سن تکلیف شد و این یک قضیه واضح و آشکار است که باید امامت رو مانند نبوت که اصلی از اصول دین است باید قبول بکنه. مطالب زیادی رو ذکر میکنه. بعد در اینجا میگه که بعد من مات به غیر امام مات میتت الجاهلی، کسی که به غیر امام ببره به مرگ جاهلی مرده است. و اینجا و یدل علیه ایضا ما سیأتی قریبا من صحای اخبارهم، که از اهل بیت اخبار یعنی احادیث صحیحی که آمده هست که دلالت می کند علی ارتداد صحابه، که همه صحابه مرتد شدن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. فانه لم یقع حادث بعد وفات النبی الخاتم یوجب ارتداد جمیع من فی الصحابه، کل صحابه، جمیع من فی الصحابه، جمیع من الصحابه الا خلاف فی المسألة الخلافة والامامه. مسئله خلافت و امامت سبب شد که همه صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی شوند؟ مرتد شوند. بعد میگفتن که آیت الله محسنی آدم خیلی خوبی بوده. آیت الله محسنی بله طرفدار وحدت. آیت الله محسنی مردم خیلی ساده ان، یعنی دلشون پاک اهل سنت. آیت الله محسنی میومد میگفت حضرت عایشه ام المؤمنین، اصحاب کرام، این است آیت الله محسنی. این جماعت سبحان الله، یعنی نفاق اینها که تقیه نامشو میگذارن، میگه تقیه دینی و دین آبای تقیه دین من است، دین پدرها من لا تقیه له لا دین له، کسی که تقیه نداره دین نداره. 19 دین تقیه، 9 دین تقیه است. این عقیده و دین این مردم است که الله سبحانه و تعالی فضل و مهربانی کرد که حکومتی آمد و اگر هیچ خوبی دیگه هم نداشته باشن، همین مرکز رافضه‌گری رو که در کابل بستن
این یکی از حسنات است که الله سبحانه و تعالی توفیق نصیبشون بکنه. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. تشکر از کارگردان عزیز که تا الان منو تحمل کردن. الله سبحانه و تعالی علمای تاجیکستان و ملت تاجیکستان رو حفظ بکنه و علمای تاجیکستان رو هدایت و رجوع به سوی حق نصیب بکنه و الله سبحانه و تعالی حتی حکام کشورهای اسلامی خاصتا تاجیکستان رو هدایت بکنه که از ظلم و ستم و دوری از قرآن و سنت رسول الله و احکام دین مبین اسلام دست بردارن و حداقلش این است که ملت رو به حال خودش رها بکنن. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان.